بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام آرزو دارم همگی جور و صحتمند باشین. تشکر از تشریف آوریتان. خداوند اجر بی پایان نصیب کل شما کنه. از همون لحظه‌ای که به فکر آمدن به سمینار شده بودین تا وقتی که آمدین تا وقتی که اینجا سپری بشه. سمینارها کلش ثواب داره. خوی سمینار ما 4-5 ثواب یک جای شده. یکی که در ماه مبارک رمضان، تقریبا به گمان اغلب امروز روز آخر رمضان است، خود از این برکت است. دومی که ختم قرآن کریم صورت گرفت، این 2 برکت. سوم خود شنیدن مطالب علمی و بودن در یک مکان علمی برکت است. چهارمی که دوستا یک مقدار کمک کرده که در ختم یک گروپ از رضاکارا امی نان و یک مقدار پول نقد هم میبرن در شهر تقسیم میکنن، این یک برکت است. چهارمی که خودت یک مقدار نان و کمکی که میکنی، کلش دیگه ثواب در ثواب است. چرا عنوان سمینار مبارزه با اعتیاد گرفتیم در حالی که فعلا به فکر از این نبودیم؟ چون بحث اعتیاد یک بحث بسیار وسیع است. یعنی من بیخی شماروار ساختم که یک آشنایی شوه، ولی 10 سمینار تصمیم دارم بخیر که یکی شوه یک 9 سمینار کدام وقت دیگه به فرصت در مورد اعتیاد باشه، به خاطر که موضوع اعتیاد یک موضوع بسیار خطرناک است. بعضی چیزا ما مریض میشیم ولی کلی که جگرخون ما میباشه مریض هستیم، میمیریم با عزت میمیریم. ولی اعتیاد مریضی است که بر علاوه که ما مریض هستیم لکن ننگ میگردیم، میشرمیم سر از این مریضی. هم خود ما هم فامیل ما. آدم معتاد حیثیت انسانی خود متاسفانه در بعضی مراحل از دست میده، دیگه او را انسان حساب نمیکنن. تو حتما دیدی که بعضی وقت در پلیس سرک مک صبح طرف کورس میرفتم میدن زمستانه یک معتاد یخ زده در سر سرک مرده. اینقدر دیگه شرافت انسانی از بین میره. حتی یک صحبت دهی است که سوال میکنن آیا انسان موجود آزاد است؟ میگه بله موجود آزاد است. میگه خیر معتادین چطور آیا آزاد است؟ یعنی او ای که چطور گپ است او بحثش باشه. من جانب اختصار میگیرم که بتانیم بخیر زودتر خلاص کنیم سمیناره. ولی حتی امو جوهر انسانی یا انسان که آزادی است معتاد دور از دست میده. با او خاطر سمینار مهم است. اما سمینار چطور شکل گرفت؟ یک روزی یک افغان ما دمی 2-3 روز پیش به نام نفیسه رضایی کسی را گفته بودن، تماسشان برقرار شد، زنگ زد که ما اینجا یک مؤسسه جور کردیم به نام موسسه انکشافی فامیل های افغان و ما میخوایم در بخش اعتیاد کار کنیم. از ما خواهش کرد که اگر این معتادین، چون سخنرانی ها را گوش کرده بود امریکا هستن، خوششان آمده بود که اگر برای معتادین سخنرانی کنید و تداوی شوند. من برشان گفتم خواهر گلم، تداوی معتادین بین دکتر صاحبا یک گپ است. میگه تداوی معتاد مثل که یک دیوار کانکریتی را کت سوزن بکنی. کندن یک دیوار کت کلان آسان است، کت سوزن بسیار مشکل است، امکان نداره. تداوی معتاد میگه اونتر است. معتادا متاسفانه زود تداوی نمیشن و نظر به مواد مخدر فرق میکنه. و دوم معتادایی که شما نظرتان هست اونا نمیان در سمینار، نه گپ هم میفهمن که برای اونا گپ زده شود. هرچند پروسای روان درمانی برای کسایی که اعتیاد ترک کرده بسیار ضروری است که پس برگشت نکنن، ولی اون معتاد شنیده نمیتونه. من ازش خواهش کردم خواهر گلم من به سمینار میگیرم، اما اجازه بده ما کسایی را دعوت کنیم که معتاد نیستن یا نو علاقه اعتیاد پیدا کردن یا نو بعضی چیزا را شروع کردن. این که در کدام مرحلهش هستیم نمیفهم. اصلا در جایگاه معتادین شیشه خود نقش شما در نقش معتادین هستین. خدا حفظتان کنه. بنابراین گفتم باش که اینمی جورا را گپ بزنیم، پیشگیری شود، تداوی از این ناامید کننده است، از این پدیده شوم بد که خداوند آل و اولاد کسی را چی بگیم تبا نگویم، آل اولادشان چی کار داره، خودش خدا هدایت کنه یا تبا کنه کسی که مردم معتاد میکنه، کسی که مواد مخدر تجارتش هست. خدا انصاف بتشه. این چی تجارت است که تو به قیمت جان مردم، عزت مردم، انسانیت مردم تجارت کنی؟ گفتم اجازه رو که این کار یک قصه رو برش کردم. یک کسی پیش دریا رفته بود، وضو میگرفت یا آب میگرفت که یک کس نفر آورد، ایره کشید، تا ایره میکشید دیگر آورد کشید، دیگر آورد کشید، بیخ مونده شد دیگه زورش نمیرسید چقدر بکشه، پس دریا چقدر نجات بده. اما علت چی بود؟ در سر پل یک دیوانه استاده شده و هر کس که تیر میشد رو در دریا منداخت. راه حل تنهایی نبود، راه حل اصلی بود که دیوانه را سر پل پس کو.
که دیگه کسی را نندازه. حالا گفتم اجازه بده که اون دیوانای سرپل پس کنیم. اونو جوانایی که او فکر دیوانگی در کلش گشته که تو بیا ما هم یک دو سیگرتی بزنم، او را بگویم که گلی بیا در خود نکن، بیا این سمینار اجازه بدید پیشگیرانه کار کنیم. بنان اونام قبول کردن، گفتن کمک مالی میکنیم که هم ماش شما شوه و هم کرای تالار و هم تیمی که کمک میکنن. من گفتم نه، ما همی کل کمک شما را برمی هموطنای ما میرسانیم. هرچند برتان گفتم که مرا گفتن که دیگه سمینار بس، ما پنجشنبه سمینار نگرفتیم بنابر دلایل. من گفتم من خیر سمینار میگیرم در مورد احتیاط خوب است. ما هم در گوشه دلم بود که در مورد احتیاط صحبت شد، چون من تباییش میبینم چقدر است. من فامیلایی را میبینم که به خاطر یک معتاد کل فامیل در بدر شده. مادری که شکسته که میشرمه از اولاد خود که اولاد معتاد شده. من میبینم چقدر روزانه دیوانه را میارن که از سر مصرف مواد مخدر دیوانه شده. هم در شب خانه ما این خانه ما. بنان من تصمیم داشتم سر احتیاط صحبت کنم. وقتی اینا هم گفت خوش شدم. گفتم اینمی پول شما را که امروز بخیر در ختم سمینار 30,000 افغانی از اینا را اول نان خوش گفته بودن، بازپسان استاد رحمتی گفت که قدر نان خوش که توزیع کردن نه مشکل است. باز بالاخره قرار ما به شد که اینا خودشان فرمایش دادن که 50 افغانی برای داده شد. تنها به معتادین نان خشک میتیم. از جمله مجاب صاحبم گفت که 100 نان خشک من میارم، گرچه ما سمینار فیس شماندیم 2 قرص نان خشک. هر کس اشتراک میکنه 2 قرص یا بیشتر از او، ثوابت از خودت. حالی که میبرامدی اگر کمک میکردی، اگر نمیکردی هم صدقه سر تو ثواب بردی که در جمعه رمضان آمدی ختم قرآن کریم کردی ثواب بردی. امی که حوصله میکنی صدا گپ ما را میشنوی ثواب بردی. ولی اگر میخوای ثواب چند مرتبهش هم مسئولیت دارم وطن ما سر ما. هر 20 افغانی تانستی 30 40 50 هر چی تیم ما نان خوش خریداری میکنه میبرم که یک نفر پلاو خداده نمیتونیم، ولی یک نان خشک شکم سیر ولی بسیار با عزت و آبرو برشان میتیم. به خاطری که گفتم پیشتر براتان که یک ویدیو در فیسبوک است که یک کسی نان خشک تو برده چور مندازه. خب شاید او میگه هجوم آورد مردم مجبور شدم، ولی میتونستی لین کنی. امی کارش خوب نبود. اشکای میامد هم میگفتم برو یک لقمه نان خشک رسان، ولی قرار نیست انسان بی آبرو بسازیم. و بر از او انسانم جگرم خون شد که نان چور میکنن. نکو هموطنم توی که قدت بلندتر است بگید صبر کنین طفلکا این نان بگی بچیم تو حق دیگار خلاص که داخل بگی در نان خشک تو میکنیم. ما و شما خواهد تو ملت نیستیم. فرهنگ اسلامی دیگر رقم است. فرهنگ اسلامی است پشت خانش نان آرد میبرد میگفت من برای امشون دارم برای کسی دیگه ببر. در غزوه احد زخمی است دفته و سوزان جنگ کرده. دفته و سوزان تو هم تو نم ابراهیم میگی خسته میشم. دفته و سوزان جنگ کردن. بعدش زخمی شده. خود آفتاب تشنگی داره. بعدش وقتی زخمی میشی خون زایی میکنی تشنه میشی. بر زخمی آب میبرم میگه نه از مکه بر فلانی بر فلانی بر. هر کدامش آب بر دیگهش و اما تشنه لب شهید میشن. اقف فداکاری از اسلام. تو زن استاده است تو خیز میزنی نان میگیری که به اون نرسه. شرم است. عیب است بر ما. به هر صورت خداوند اینا را خیر بده. شوهرشان دکتر عباس طبیخ است نامش. 2 دخترک دارن بانو سوزن طبیخ و دکتر ساره طبیخ که اونجا نام خدایی دکتر از 2 تخصص داره و خود بانو نفیسه رضایی. خداوند خیراتشان قبول کنه، مؤسسه‌شان حمایت کنه. اینمی سمینار دیگه افتخارشه به همین خاطر از اینا تقدیم میکنیم و همین معلومات شریک میسازیم و آرزو داریم که بتانیم اگر یک نفر، یعنی من کل روز در این فکر بودم، شب تا ناوقت سلاید جور کردم بیدار ماندم و راستشون برتان بگویم که یک گپ یادتان باشه هرچی چرت میزنم کدام سال یا کدام روز یا کدام شب ما یک خواب درست داشتیم بسیار وقت میشه نکردیم و گفتم که دمی عید بیایه یک خواب عمیق میکنم که زیاد وقت میشه خواب نکردیم و ایران باید بگویم استاد وحیدشان تصمیمشان به این بود که همی استادا روز دومید میریم طرف بند امیر، ولی امروز تصمیم گرفتم نه روزایید میشینیم یک چند سمینار جور میکنم. کتاب انسان در جستجوی معنا را سرش صحبت میکنم. بعضیا زیاد میگه تاثیر کرده. روزی ده میشینیم یک کتاب دیگر آمادگی میگیرم که بعد از این بخیر ثبت کنم بندازم ما را از بند امیر و چکر تیر. بنابراین این سمینار را به چی شوق تا نوخ خسته 6 کار کردم
گفتم اگه یک نفر هدف نیست که کلتان بتونم کمک کنیم، یک نفرم اگه مانع شم که معتاد نشه، ارزش شبها بیدار نشستن داره. ولی انشالله بسیار میتونه کمک کننده باشه. اما در اول هم یک چیز میخوایم بگوییم که ما متاسفانه در وطن ما شراب بد میگیم، اما دیگه نشاورا رو تو مصرف کرده رستیم، مخصوصا چرس خب بنام بوتی فقیری، حتی ازش نمیشرمیم، افتخار هم میکنیم این بوتی فقیری است، دی بوتی فقیری تا دالی که حدیث پیامبر بزرگوار ماست، کل مسکرن خمر و کل مسکرن حرام. هر نشاور حیثیت شراب داره و هر نشاور حرام است. هر چیزی که نشیط میکنه و حتی بردگون هر چیز وقت تضایی میکنه حرام است. هر چیز وقت مسلمان ضایع کنه حرام است. او وقت افتخار کو، او زمان عمرت حساب کو که تو ده او سمینار دیدی، کتاب خواندی، به فکر وطنت بودی، غیر از او لحظات تو عمر حساب نکنی. و او شرم است، او ساعتی که او بیهوده تیر شده در او دنیا که کل مردم استاده است، چقدر خود شرمیدیم. حالی ما داستانا در وقت در روزمره خود داریم که بگوی کلی که سرخنده میکنه میشه میگفته نمیتونی. اما تو که عارفی را گفتن که چی بفهم کارم خوب است بد است، گفت اگر در شام روز آخر شام عصر در ختم روز اگر حاضر بودی که می اعمالی را که در روز کردی در سر سبد بگیری در بازار ببری، اگر می جرأت تونست تو خوب کار کردی، ولی اگر میشرمی یعنی تو کار غلط کرد. به هر صورت دوستای نازم از شما هم تشکر کنم، از خودم هم تشکر سلایدار جور کردم میگم، از اعضای موسین کشافی فامیلای افغان، دکتر عباس طبیخ، سوسن طبیخ، دکتر ساری طبیخ و بانو نفیسه رضایی تشکر. از مجاب صاحب که 100 عدد نان خوش کمک کرد که برای فقرا تقسیم کنیم. و از او دوستای ما بعضی هم وطنای ما از ولایات و خارج از کشور پیام مانده بودن دمی سمینار من چطور بتونم کمک کنم، های کاش ما اومده میتونستم. خیر شما کدام وقت دیگه کمک کنین، زنده باشین. و این خوب شد که اینالی دیگه هم وطنای ما آجی صاحبا بزرگوار دیگه هم وطنای ما که در خارج است، آجی صاحبا گوش خود کار میندازه. بسیار یک سال شده میگم آجی صاحبا نمیتونین در برنامه ما کمک کنین، به این مواد درسی جور کنین، فلش بگیرین، درس بتین. هیچ کس حج نکرده، کلی تیر خدا میاره موجودی میگه نه موجود نیست. خیر کسایی که کمک میتونه اینالی خوب شد که یک فرهنگ شد. هرم وطن ما که خوشش میاد که سر یک موضوعی صحبت شوه یا میبینه یک مشکلی در اجتماع است، صحبتش سر ما توتی وره گپ زده میره. تو فقط بگی یک حمایت مالی کو، بگینی پول همین سمینار که ما از شما فیس نگیریم ولی شما رو بیکار نمونیم، بگی بیا در 2 قرص نان 3 قرص نان فیسش بیاین هر روز. خیر ضروری نیست در رمضان ما تنها کمک کنیم، هر روز سمینار ما باشه نان چاشت هم بریم یک 10 نفر نان داده بتونیم، چی مزه بده. بنان کسی همکاری میکرد هر سمینار عنوانش خودش خوشش میامد عنوان انتخاب کنه، یک مقدار کمک ناچیز کنه، ما میگیریم که سمینار میتیم او رقم خوش میباشیم. ولی به هر صورت بیاین که بریم سر بحث ما. ما جانب اختصار میگیرم ولی یک چیز لطفا عادتت نباشه، قسمت میتم تو رو به خدا قسم نگو، بگو از بحث علمی نگو خسته شدم، نگو بس خسته کن است، به خدا شرم است. علم چطور خسته کن باشه، علم چطور خسته کن باشه. حتی خوابت میبرد، من سلایدار جور میکردم خواب میم از صبح تا شام مصروف میباشم، تو چشم خدا میکردم تو میکردم خوابم نبره. چرا خسته؟ ذهنت میگه خسته شدی، از گوشت بگو نشدم خسته، دو گوشت میگه سایکه و بستر چطور بالا است. در بحث علمی نگو خسته میشم، هرچند من نمیمانم خسته شوی. فکاهی هم برات گرفتیم. سمینار من در 6 بخش نقطه‌وار کرد، کدامش بین 15 تا 20 مورد است، یعنی 100 نقطه در مورد اعتیاد برات میگم. و همچنان در هر بخش ما چون در سمینار 50 گام در موفقیت اشعار اقبال بزرگوار گرفته بودیم، زیاد شعرش گفتم، یک تعدادش مانده در کدام سمینار دیگه میگم. اما در اینجا 6 تا شعری از فریدون مشیری را که دوست دارم، نازنین است، در بخش یک شعرم داریم. یعنی خسته نمیشیم، ولی با خسته شیم که خدا رو به اندازه خستگی ثواب بده، به اندازه سختی که سر می ثواب بده. قرار نیست ناز پرورده باشیم ما و شما، اما کوشش میکنم خسته نشی. اعتیاد پدیده خانمانسوز، پدیده تباه کننده، پدیده که عزت و آبرو و شرافت انسان از بین میبره، پدیده که فامیل تباه میکنه، پدیده که جامعه را تباه میکنه. اعتیاد چی را میگیم؟ اعتیاد مصرف موادی است که مکرر و افزاینده، او را اعتیاد میگیم. یک چیزی را مصرف میکنیم
و این بار بار مصرف میکنیم و مشکل اعتیادی است که دیگه با مو اندازه که سابق مصرف میکنیم نمیگیریم آره، مقدارش زیاد کرده میریم، خطر اعتیاد دمیست. سابق یک دود سیگریتی میگه روز اول دادن چنان نشه بودم که پرسان نکن، حالی دکتر صاحب 3 سیگریتی پر میکنم میزنم نشیم نمیکنم، حالی دکتر صاحب برای یک سیگریتی را میزنم تابلیت کرم در سرش میزنم بازم مرا نمیگیره. مشکل نشه اینه نیست، مشکل اعتیاد نیست که رو بفزاینده است تا وقتی که تو ذلیل ترین انسان بسازه که لطفا اگر شوقش در ذهنت گشته تباه کننده است، بی عزت کننده است. ناموس آدم، عزت آدم کلش میبره. در 6 بخش بر شما محمد نکته‌وار ایره توضیح میتم. اولین بخش نامش ماندیم آشنایی با اعتیاد. 19 مورد در این بخش بر شما شماره‌وار بیان میکنم. باز گفتم بخیر تصمیم دارم یک 9-10 سمینار در این مورد باشه. هر مواد مخدر میتونه، هر عامل اعتیاد کننده میتونه خودش یک بحث جدا باشه. اما همین سوالات میگه گوش کنید. چند سوال اول: معتادان چی ویژگی‌هایی دارن؟ چی صفات دارن؟ در ذهنشان چی میگذره؟ چرا خیلی وقت معتاد نمیخواد خودت تداوی کنه؟ چرا وقت نمیخواد اعتیاد خودت بپذیره؟ قبول میگه معتاد است. نه دکتر صاحب معتاد نیستم، من شوقی مصرف میکنم. ها میگه بچه مومنم شوقی مصرف میکردیم اینا غرق هستیم. نکو از این شوقیش دیر شو، چیز بد شوقیشان بد است. میای هفته 4 دفعه سیگریتی هایش میزنه شوقیست. میگه دکتر صاحب معتاد نیستم. اعتیاد خود قبول نمیکنن. آیا به خاطر تداویشان سرشان فشار وارد کنیم یا نکنیم؟ در جواب کل این سوالا باید بگوییم که نظر به مرحله اعتیاد فرق میکنه. اعتیاد مراحلی داره که در مرحلهش فرق میکنه برخورد. تو وقتی میرسه که تو دیگه تا از اولاد بودنش میشرمی، از فامیل بودنش میشرمی، دعا میکنی که خدایی را گم که از روی. تو مرحله ها میرسه. تو مرحله میرسه دیگه از خانه میکشنشن. فرق میکنه در کدام مرحله، سر کدام مرحله اعتیاد ما صحبت میکنیم. خب گفتیم 19 مورد اشاره میکنم. اولین مورد درک سیر اعتیاد بسیار مهم است. که اعتیاد چطور سیر میکنه؟ خوب گوش کنین. در درک سیر اعتیاد 4 موضوع را صحبت میکنیم. علائم اوایل اعتیاد، در اول چی علائم داره؟ علائم پیشرفت اعتیاد، علائم اعتیاد پیشرفت میکنه اعتیاد پیشرفته میشه، و بالاخره ویژگی‌های اقدام به ترک اعتیاد صحبت میکنیم. علائم اول اعتیاد چی است؟ در این مراحل میشه بگیم اگر بخویم دمی خود اعتیاد مراحل تقسیم بندی کنیم، دوره طلاییش اینمی شروعش است که شروع کرده اگر متوجه شوه خوبترین وقت بر توقف هم شروع است. اول خدا ما و شما رو دور نگاه کنه. اگر احیانا در بینتان اگر شروع نکردی خب لطفا شروع نکن. این فکر شیطانی است، فکر تباه کننده ناموس است که در ذهنت میگرده. این ناموس به خاطر میگم که افغان حاضر است به خاطر ناموس جان بده، مهمترین گپ شد. و این ناموس دست پیش میگیره. قصای ماینه خانه را گم تاشه برات میکنم باز تو ببین چی گپ است. اگر شروع نکردی خب لطفا نکن. اول خود در بین انسانای مبارک است که هیچ بدش میاد، این در ذهنش نگرده. بعضیا متاسفانه شوقش داره که نکن توقف. بعضیا نو شروع کردن، نو شروع دوره طلایی است. کمی نو شروع کردی توقفش بیتی خوب است، پیش نبر. چرا؟ در مغز انسان کنکشناس ارتباطات است، نیرون، دندرایت، اکسون، اینا هر چیزی رو زیاد مصرف کنین جاده ها زیاد شده میره، قوی شده میره. نکن. دوره طلاییش دوره اولش از بس کن. در این دوره مصرف بسیار بر شخص لذت میده. که بیشتر گفتم لازم یک مصرفش بسیار به اوج نشه میرسه، چون هنوز بدن با این سازگاری نکرده که میگیری زیاد سیستم عصبی مرکزی روایی میساز، شخص زیاد نشه میشه، در حالی که پسانا باز دیگه لذت بخش برش نیست. حتی بعضی معاینه خانه میگه خودمون دکتر صاحب از دستش خسته شدیم. دعوای شوق است. فرد با عوارض چندانی هنوز مواجه نشده، هنوز در رنگ روخش چیزی غیر عادی نمیبینی، هنوز جور است. شکر که جور است توقف بده. نازنینم که جور است توقف بده. هنوز علاقه به درمان متاسفانه در مرحله اول نداره. خب میگی خب کدام نقصی برام ندارم، مصرف میکنم، مست هستم، خوش هستم، هنوز در قواریم تغییر نآورده، چرا علامت؟ متاسفانه در این دوره علاقه به درمان ندارن که من ازشون خواهش میکنم دوران و هنوز خودم مشکل دار فکر نمیکنن، میگن هنوز مشکل ندارم. علائم پیشرفت اعتیاد چیست؟ علائم پیشرفت است. چی بفهمه اعتیاد مصون پیشرفت میره؟ دیگه مثل سابق مواد مخدر بر ما لذت بخش نیست. بفهمیانی هدف است که تاثیر اولی را نداره. او یک دود چرس تو را زیاد چرسی ها را میگم هر مواد مخدر در اول یک دود یک کمش تاثیر میکرد، عالی نمیکنه. بفهم که اعتیادت پیش رفته.
سون پیشرفت کردن شروع. روحیه افت میکنه، حالی روحیه تاستا میبینی خراب شده، حالی که تو مواد نشا رو مصرف نمیکنی میبینی کار کرده نمیتونی. بعضی‌ها رو میگه لابت میگه دکتر صاحب حالی من که مصرف نکنم هیچ با وظیفه خود رفتن نمیتونم، خمود و جمود میمانم. روحیه خراب میشه. تصمیم به ترک میگیره در این مرحله، دو دل است هنوز، ترک کنم نکنم میمانه، ولی هنوز همکاری جدی نداره بر ترک کردن. علائم اعتیاد پیشرفته چی است؟ چی بفهمیم که اعتیاد ما پیشرفته شده؟ در وضعیت نامساعد هستیم دیگه، روحی ما بیخی خراب شده، این اعتیاد ما پیشرفته است. مواد دیگه بر ما لذت نداره که مصرف میکنیم، از روی مجبوریت مصرف میکنیم. سابق از روی لذت میکردیم، حالی مجبور هستیم این مواد مصرف کنیم. اعتیاد خودش مجبوریت ما میده. خود ما متوجه مشکلات خود شدیم که با خدا زندگی را از دستم گرفته، اما خوش نداریم سرزنش شویم. یادتان باشه انسان ها از سرزنش شدن خوش نداره زیاد. یعنی اگر میخواین یک چیز اصلاح کنین سرزنش نکنین، دست کسی را بگیرین کمکش کنین. و تصمیم به ترک داره ولی هنوز هم تعلل میکنه که لطفاً اگر از کسی در بین ما یا بعدن ویدیو را میشنوه توقف بده. امروز که پیام میشنوید توقف بده، تباه کننده است. یک چیز ناموس از میگیره، ساعت میگیره، انسانیت میشه، چی دیومش؟ بس کو، توقف بده. دیوانا بالای خود تجربه میکنه، هوشیار است تجربه دیگه. برو اون معتاد زیر پل کوتی سنگی برو ببین، میخوای اما تشوی. نه ولی ما اون رقم نمیشم. بچه اونم از اونم یک دودک شروع کرده بودن، آستا اونجا رسید. داستانشون هم بشنوید، از نیم دودک شروع کرده بودن، خراب میشه. چیز بد است، چیز بد است، خراب است. کمشان بد است. مرا عفو کنین، یک فکری در معاینه خانه که مریضایی که میان والا دکتر صاحب من خب کم مصرف میکنم، میگه کسی پیش من رو ببخشید من که بلا صاحب با داده بره وضوش میشکنه. گفتا میشکنه؟ گفت کم بره. گفت میشکنه؟ کمه که بره میشکنه. گفت کم بره میشکنه. گفت بخ زیاد چرا؟ گفت بخ تو هر مرداری کنی اختو نمیشکنه بخ برو. آلی مواد مخدر کمش نقص نداره، داره کمش هم نقص، یکش هم نقص داره. نکن یک چیزی که زیادش نقص داره کمش هم نقص داره. تیر شو چی خود قناعت میدی که ما والا یکم دفعه گگ مصرف میکنم بد میکنی، نکن یکم دفعه هم نکن، چیز بد سیلایش بده. خب ویژگی های مرحله اقدام به ترک چی است؟ خود شخص اقدام میکنه میگه ترک میخوایم بکنم، سرش به سنگ خورده متوجه شده، همین لطف خدا سر شده که میخواد ترک کنه، انگیزه بالا بر ترک کردن داره، میگه دیگه من خودم میخوایم ترک کنم. فرق میکنه، بعضیا رو فامیلش میاره میگه ترک کنه دکتر، بعضی خودش دیگه میگه نه دکتر من خودم دیگه تصمیم گرفتم. اینا زود نتیجه میده و علاقمند است که از شر از این خطر نجات پیدا کنه. خلاصه گپ اول ما بود که اعتیاد آستاستای تو پیشرفت میکنه. دومین گپ ما چی است؟ بهبود خود به خودی داریم. بعضی وقت بعضیا از خودشان همین که مصرف میکنه متوجه میشه که عجب اشتباهی کردن، خود چندان چیزی نبوده، خودش تصمیم میگیره میگه نه من اعلام میکنم. در قسمت مواد مخدر انسان ها چند رقم است. بعضیا شروع نمیکنه، بعضیا کمی شروع میکنن روز اول سرش بد میخوره، میگه نه بد کردم خدا رو ببخشید، یک دفعه خودش اعلام میده. و خوشبختانه اقتدار زیاد انسان ها خودشان اعلام میده، ترک اعتیاد میکنه. اگه تو نمی بود زیاد مردم از 1 میلیون 2 میلیون معتاد نمی داشتیم، نیم کشور معتاد بود، چون یک دفعه دو دفعه کورگی تجربه شکده متاسفانه بتی فقیری در مزار که بری بوابقوی مستان قبرش از بیخوجه چرسی ها از کابل هم این میرم جناب خود در کتابچه میتن میگه بابقوی مستان کش میکرد تاسما نبر میشد پیشوری دودش چی را بگر بینه خدا. بنان بعضی ها خوشبختانه خودشان ترک میکنن، هیچ پیش نمیبرن ایره. سیومین گپ ما است که بخش عمده عمر مصرف کننده متاسفانه در دودلی تیر میشه. ترک کنم نکنم، سوپ ترک میکنم، مای عمل ترک میکنم، اینه در ختم رمضان ترک میکنم، اینه در امیدم مصرف کنم با دکتر صاحب نکو بچیم دودلی بس کو ابو بروزیلاش کته. چهارم علت برگشت اعتیاد چی است؟ متاسفانه همی که میگن تداوی اعتیاد ناکام است در کل دنیا است که برگشت میکنه. پس متاسفانه ما فکر نکنیم که اینا دروغ و فریب میکنن، نه، ناتوان هستند در پرهیز کردن، توانایی از دستشان میره. بعضی فامیلا میاد دو میزنه در معاینه خانه اولادش، هی بیوجدان و پدر فلانی و مادر فلانی و اینا، هی وعده کرده بود دکتر صاحب نکرده بود، وعده که نمیکنه، ها دکتر پدر جان وعده کرده بود، ای نه خب پس دروغ گفت. ما دروغ نگفته، فریب کاری نکرده، زورش نرسیده. و حیف نیست ما اینقدر ضعیف شیم که زور ما نرسیده کار نکو بچه، نکو، ازت خواهش میکنم مصرف نکن. فریبکاری نمیکنه، زورشون نمیرسه. علت چیست؟ پنجم
طرز برخورد با فرد مصرف کننده زیاد ارتباط به مرحله ترک داره، اعتیاد داره. مراحل اول فرض مثال کمکش میکنی، دلسوزی میکنی. اول خب مثلا بعضی فامیلا قار میشه که تو چوری کار کردی، بعدش باز میپذیرن، خب میگه بیا بریم خیر تداوی، گذر میکنه که بیا تداوی خدا. بعضی وقت باز تو را میشه که حیثیت انسانی خود از دست میده، کس مثل انسان برخورد نمیکنه، کرک میکنه، حتی میای خود جمع میکنی. احترام است، نظر این انسان است که خودش خود خوار و ذلیل میسازه یا خود به معراج میبره. این فرق انسان است، تواناییش است که داره. ششم، مفهوم آخر خط. یک چیز یادتان باشه، قرار نیست کل ما آخر خط برسیم باز تصمیم به تداوی بگیریم. نه، امی اول خط شروع تداوی تا رواجی است که خب با خودش باز یک روزی میفهمه. نه، تا یک روزی میفهمه نیم عمر تباه کرده. توقف بتی شروع. هفتم، انگیزه برای درمان معتاد. سعی کنین لازم نیست که حتما انگیزش به کمال برسه باز بگه اینالی میخوایم ترک کنم. نه، از هر مرحله تو هم کمکش، خودش هم خود کمک کنه. اینم تو سمینارها باشه، تبلیغات باشه، گفته شو برش که زودتر اقدام کنه، تداوی کنه خدا. و ترک دلایل مختلف میتونه داشته باشه. بعضی وقت میگیشه انگیزه میگی به خاطر عیف جوانیت نکرد ترک کن، به خاطر خدا ترک کن، به خاطر وطنت، به خاطر اولادت، به خاطر زنت. چون کلش میپاشه. ای تو فامیلا زنک جوانش از پیش میمونه، اولادکاش نیمچه میمونه، خودش غرق میشه میره، زن ایلا میده. میگه چی؟ از ناموس خود تیر میشه به خاطر مصرف مواد. خیلی بدبختی داره. هشتم، ما مفهوم درستی از اعتیاد باید داشته باشیم، درست باید بشناسیم. این ضرور است، یعنی فرض بود بر کل ما بیایم بشنویم، کل افغانا باید بشنوه، بفهمم. ما باید در مورد اعتیاد نظر ما چیز بفهمیم. کل ما دواخانه‌های خود متاسفانه یک تا دو تا داریم به انواع مختلف. امروزه تابلت کاست، ترمادول است، زیگاپ است که چرس است و فلانی است و فلانی است، یک چیزا جور شده، شیشه است. و شکایت افغانای ما تا در خارج کشوری است، اولادکایشان متاسفانه معتاد شده. در بعضی کشورها بعضی مواد مخدر قانونی اعلان میکنه، میگه برو، چون اگه جلوگیری کنه زیاد مصرفشان میشه، پلیس بگی میگه به ما چی، برو مصرف کن، تجارت خودشان هم میشه برو. و معتاد میشه زیاد مردم. اعتیاد یاد ما باشه یک پدیده پیچیده است، آسان نیست. نگفتم دم یک سمینار کلی چیزا میفهمیم، گفتم 10 سمینار کار داره، کف آمده پیچیده است. درک درست ضروری است که باید بفهمیم. زیاد چیزایی که ما در مورد اعتیاد میفهمیم غلط است، نادرست است، از دان مردم شنیدیم. نهمین گپ، دو جنبه از اثرات مواد یا اعتیاد است. یکی اثرات مواد است، یکی رفتار اعتیادی است. یکی خود مواد است که چه تاثیراتی در سیستم عصب مرکزی ما، در شش ما، در بدن ما میمانه. کنم شما ظاهرشان رو میبینید خراب میشه، حافظه خراب میشه، تحلیل تجزیه. یکی رفتار اعتیادی است. معتاد بعضی رفتارهایی داره دیگه. فرق کنید. دهم، اثرات مستقیم مصرف مواد مخدر از اعتیاد جدا میکنه. اینالی این اثرات چی رقم است؟ این اثر میتونه هم از دخولش در بدن باشه، هم بعضی وقت از قطع از بعضی علائم پیش انسان به وجود میاد. ولی بعضی وقت مثلا مثال میگم تو بعضی مراحل ترک است، اگر دفعتا سرش دوار ترک کنی میموره، بدن قبل او ضرورت پیدا کرده. قطعش بعضی وقت میتونه سبب مرگ شود. یاد ما باشه اثر هر مواد مخدر فرق میکنه. وقتی ما بگیم اعتیاد یا مواد مخدر، کلش یک چی رو نداره، تاثیراته. هر کدامش تاثیراتش فرق میکنه. از بعضیش خطرش کم است، از بعضی مواد مخدر آنقدر خطرناک است یک دفعه مصرف کنی معتاد شدی، یک دفعه مصرف کنی معتاد هستی. بعض سریالا رو دیدین یک کسی رو میگیرن یک زرق میکنه، اون یک زرق کافی است که آدم دیگه معتاد شود. اثرات مصرف مواد تنوع زیاد داره. بعضی ها آدم مست میکنه، بعضی ها غرق میکنه، دیپ میکنه، بعضی مصرف میکنه مست از رقص داره، بعضی ها مصرف میکنه دکون میشینه گریه کرده میره. مواد مخدر تاثیراتش مختلف است. با قطع مصرف معمولا تا 1 تا 3 ماه میتونه تاثیرات برطرف شوه. این خوبی یادتان باشه، اگه 1 ماه تا 3 ماه یک قسم بر خود بخوری، بگی بمرم دیگه کار نمیکنم، 1 تا 3 ماه غیرت کن. روزای اول یک تاثیرات زیاد است، پس باز میبینی سبک شده میری و خدا امکانش هست مقصد شروع کن. یک گپ دیگه یادتان باشه که تداوی اعتیاد حتی بدون خواست و تمایل خود بیمار هم قابل درمان است. خب ببینید چی تاثیرات. بعضی مثالا را براتون داده. مثالای از مصرف مواد، خواب آلودگی. بعضی یک مصرف مواد خواب آلوده میشه، پر حرف میشه. بعضی یک مواد مصرف میکنه گپ میزنه، کیچ پرسان نگو دیگه، بسیار پر تحرک میشه، نارام میشه. خنده نکنین، من بدون از این من خدایی مصرف کردم مواد زیاد گپ میزنه. لاغر شدن و کم اشتیایی. بعضی وقت قاق میشه، بعضی مواد مخدر آدم قاق میکنه، لاغر میشه. بعضی وقت پرخور میکنه، چرس، یک اشتیای کاذب داره که چرس زده که ده غوری دو غوری سیر نمیکنه، خورده میره. چرسی ها تجربه داره.
جانم از تینه شما خود تیره شدن لبها و پوست رنگ تغییر میکنه، حالت بهزدگی و آدم هیجانی و خطا گنگسک میباشه، گیج میباشه، فراموشکاری، پرخاشگری، بعضی مواد مخدر آدم جنگره میکنه. زیاد قتلایی که در دنیا میشه از اثر مصرف الکل مواد مخدر میباشه. نشست میکشه کسی نمیکنه. از قتل مواد بعضی حالتها پیدا میشه. چی حالتها؟ بیخوابی، مصرف مواد، قتل، لرزه، تهوع، دلبدی، استفراغ، خوابالودگی، عرق ریزی، کمرفی، کم تحرکی، پرش عضلات، تغییر صدا، بیاشتیایی. به می خاطر بعضیا نمیتونه مصرف الا بته. میگه که مصرف الا میتونم اینو تو حالتها سر می دکتر صاحب کار میمونم، چون این علائم تاثیرات خود داره. 11مین گپ، علائم مصرف و قطع مصرف بین مواد مختلف میتونه مشترک باشه، حتی متضاد باشه. اما که گفتم بعضی مواد ماروایی میسازه، بعضی ها غرق میسازه. 12 برخی علائم بسیار خطرناک و مشکل ساز. 13 یک حالت داریم به نام اووردوز، زیاد میشه اگه شنیده باشین، یعنی از دوز بالا میرن. هر مواد مخدر یک دوز داره که از اونم اندازه زیاد مصرف کنی میتونه سبب مرگ شود. بعضیا در اثر مصرف مواد مخدر میمیرن. در اثر مواد مخدر خود زیاد میمیرن. مثلا سالانه در امریکا تنها از الکل 20 میلیون تصادف صورت میگیره، زخم صورت میگیره و 200,000 نفر میمیره تنها از الکل. حالت عادی مرگ مثلا نشست سر جلو و شیشته میزنه خود در یک جای توته میکنه. اما بعضی مرگا از این خود مصرف مواد مخدر است. هیچ حادثه دیگه نمی، خود مواد مخدر زیاد شده میکشیشه. اووردوز میگن این حالت، یعنی از دوز اندازه چی میشه؟ زیاد میشه. 14 اثر به نام جنون یا توهم هم از اثر مواد مخدر داریم. دیوانه میساز آدمه. ما هر روز در شفاخانه 10 تا، در معاینه خانه 4-5 تا داریم دیوانی که از اثر مصرف مواد مخدر دیوانه شده. درک سایکوزس برش میگن، یا درک اندیوس سایکوزس، یعنی سایکوزی که از اثر مصرف مواد مخدر. چرس، تابلت که، الکل، هر کدامش میتونه جنون بار بیاره، توهم بار بیاره، چیزایی رو ببینه نیست، چیزایی رو بشنوه نیست. خانم خودم میکشه. میگه کی از خانه برآمد؟ هیچ کس نبرآمده. بی زن از دنماز، زن دنماز است، میکشه میگه از خانه کی برآمد؟ تو کی خواب کردی؟ او میبینه که کسی برآمد نشست. مواد مخدر مصرف کرد، اولادش میاد پدر این فکر میکنه گوسفند آمده بابا میکنه. او چیز میگه برو گوسفند. او پدر جان برو گوسفند، گفتم اعصابم خراب نکن. میخیزه کارد میگیره از کلی گوسفند علال میکنه. وقتی نشش میپره میبینه تفلک گلونش بریده. اتو میکنه مواد مخدر آدم. 15 از اثر تشنج در قطع الکل یا بنزودیازپینا امکان داره. تشنج، بعضی مواد مخدر هم مصرفش میتونه تشنج بده، از بعضی هم قطع میکنه، همراه میرگی میای مفته، مشکل به وجود میاره. 16 رفتار اعتیادی یک یادگیری معیوب است که با تغییرات مهم در مغز همراست. متاسفانه یک سیکل معیوب، مواد مصرف میکنی حالت خراب کرده میره، زیادتر به او ضرورت پیدا میکنی، تباید میکنه. بیمار یاد میگیره که به خاطر رفع سبد خود مصرف کنه. جگرخون است میره مصرف میکنه. جگرخون میشه دم که سکرتیر لالا جان ده فکر میکنی دوایی از غم ده چرس است، مواد مخدر است؟ قطعا نیست. تو می بود خیلی ما در معاینه خانه بعد کردیم شیشت مریض معاینه میگیم چرسا را تلی پر کدگی به نام راکت یاد میکنی جن. میگه راکت آماده فایر است. چرسای خود که مول سر شلوله میکنن. میگه راکتا زنگ میده رفیق جان بیا. همین وقت چند وقت پیش در سر قرغه محمود قصه شفیق چند تا رفیقا و جشته بودن، باز باید رفیقش زنگ میزن امنیت پشت میگه پا بوده که کجا فایر میشه اینا. لالا راکتا آماده فایر است، خدا برسان قرغه. پیش از اون وقت امنیت وقت میان کجا راکتا مجبور میشن میکشن راکتا رو. میگه اینی راکتا رو میگفتی به خاطر سبدش پناه میبره. فکر میکنه نه نشگکت میپره، باز میبینی همون غم داری. سابق یک غم داشتی حالا تو معتاد هستی 2 غم داری، حالت خراب شده میره. با گذر زمان سایر راههای مقابله با احساسات منفی و ناخوشایند کنار میمونن. مثلا حالی موضوع غمگین شیم میریم سمینار، غمگین شیم قرآن آواز میکنیم، غمگین شیم پیش خدا میشیم مشق، غمگین شیم میریم که دوست ما قدم میزنیم، غمگین شیم میریم حمام میکنیم، غمگین شیم میدویم. نه این راهها داره. اما نه ما آدمای معتاد چی میشه؟ غمگین شد مواد مخدر، جنگ کرد مواد مخدر، فقر بود مواد مخدر، کسی سرش غال کرد مواد مخدر. خلاصه اینم کل راهی از او تو 100 تا راه امتحان میکنی برقم او یک راه مستقیم مواد مخدر. خدا نشه. مواد مخدر تنها پناهگاه معتاد میشه. هی بر از او خدایش مواد مخدر میشه. متاسفانه چقدر بد است، چقدر ضعف است.
لطفاً میبینید شما قوارایتون بسیار نازنین است، هرچند شما رو در نقش معتادین جشاندیم، دیدی قصر خود گفتم براتون، نه که چه قرار معتادین باید سمینار میداد، اما اما قوارای خوب داری نام خدا قطعا فکرش نکنی بچه رفیقت که پیش کرد که یک دودک نگو دود مصرف نمیکنم، با خدای توری خودت میفهمی چی رقم معتاد میشه بعضیا بگی نه والا ما را مادرم گفته شیرت نمیخواد، بگی باشه مادرت کجاست، بگی خیر گناهی سر من، نه والا دکتر صاحب جمشیدم در سمینار بعد کرد تو میبینی نه خیره نه الان خیره باز میگه بگی خب برو سایس قشلک میشه، نه کمی گفت بگی مواد مخدر یک بکس پس دانش نه که بابا که دیگه کسام سلوا نکنه. و متاسفانه یک چیزی را ما کشف کردیم، خب همین رواداری که آدمای معتاد داره هیچ کس نداره، این قشله میشن، این قشریک میسه، این نسایی که میگه 2 قرص نان بیار کس نمیره که میگه میرم نه حاجی ها رو میگیم کجاست حاجی نمیگه که بگینی پیسه رو جمشید جان، نه کاش که حاجی ها معتاد میبودن پیسه رو میافتی که دیگه معتاد پیسه خود معتادین در یک چی دارن، یک این تنها یک چیز در معتادین خوش میاد همین سر رواداریش خیر لالا جان بگی یک دودک بگی یعنی از حق خود که تو تقسیم بگی یک دود بگی یک پرگک کشکویی رواداریشان در یک انسان دیگه نیست، ولی خدا می رواداری از اینا را دعوجی ها بنداز پول خدمات یک کمک کنه. 17 صرفاً دور نگه داشتن معتادان از مواد و بهبود آنها از اعتیاد منجر نمیشه. تنها یاد ما باشه که دور نگه داشتن تنها راه حل نیست، یک میکانیزم است، اما تنها راه حل نیست که فکر کنیم دور نگاهش کردیم مشکل حل شد، چند روز بعد که باز گیرش آمد باز مصرف کنید. در پالیش باید میکانیزمای دیگه هم باشه که آدم آماده شود. تلاش برای دور ماندن از مواد تنها بخشی از بهبود است، کل بهبود نیست. اثرات مستقیم دور نگه داشتن از بین میبره، دور نگاهش کنی صحیح تاثیرات کم میشه، اما بر یادگیری های غلط دوران اعتیاد تاثیر نداره. و یاد گرفته کار و غمگین شدی برو، ولی باید تیر اگه یادش بیاد که بچه‌م غمگین شدی پیش خدا بشی، غمگین شدی بیا سمینارهای ما را یک تاش اپلی کو، غمگین شدی یک موسیقی بشنو، یک کاری کو، ولی با مواد مخدر پناه نبر. 18 برای رهایی از اعتیاد نقش فعال و تلاش مستمر از جانب بیمار نیاز است، خودشون بخواد نقش اصلی رو خودش بگیره، بگه دکتر صاحب تو کمک کن که ما حاضر هستم خودم میخوایم تداوی کنم، این دیگه بهترین تداوی می باشه. بیاین کسی اگه بیاین معاینه خانه. وظیفه بیمار یافتن راهی غیر از مواد برای حل مشکلات و احساس خوبش است. یکی از کارهای عمده در اعتیاد دیده نیست که برای بیمار یاد بدی که برای دور کردن حس بدت، برای حل مشکلات غیر از مواد مخدر این راههای دیگه، سمینار حل مشکلات، یاد خدا، ششتن با دوستا، کمک گرفتن از دکتر، اینی راه ها هسته. ورزش کردن خیر ببینید و خدا من این بکسر ها بدم میانه که در دانیه که دیگه میزن، ولی میگم از اعتیاد که دمو رو میکن سایست خواهم اعتیاد نکن، هر بدی در دنیا میکنی اعتیاد نکن، خلاص گم کن. چی میگویم از که دیگه پستی نیست. تنها اوست که میتواند این گپ انجام بده، یعنی خود معتاد در هر چیز خود آدم نقش مهمه داره. درمان به صورت طولانی باید در نظر گرفته شد، کار یک روزه نیست، کار اعتیاد کار 1 سال زیر نظر گرفتن مریض است، کار 2 سال است کمک شود که پس برگشت نکنه. و 19 آخرین گپ بخش اول ما که درمان اعتیاد اجزا و مراحل مختلف داره. این یک کار خرد نیست، کار کم نیست. به همین خاطر من این بزرگوارا گفتم که اینا تداویشون کار آسان نیست، یک کار سیستماتیک و گروهی میخواد که بتونه نتیجه بده. یعنی حلقه باطل باید از بین برده شود. حلقه باطل که ایست که ما مواد مخدر هم پیش ماست، مشکل هم میاد، ما نه هم از مواد دور کنیم، هم یاد بگیریم که برای حل مشکل به مواد مخدر پناه نبریم. اینی بخش اول بود. انشالله دیدم که خسته نشدین نام خدا. ایما یک قصه بسیار دردناک براتون از معاینه خانه خود میکنم، فکاییم باز میگم. در معاینه خانه یک روز یک کسی آمده بود گفت مواد مخدر اعلام میکنم. گفتم چرا؟ گفت من در پاکستان مواد مخدر مصرف میکردم. یک روز دیگه پیسه نداشتم، پیشم کسی که ولی من نمیفهم قدر چی میفهم، خوب اسید نگویم نام قوم افندی گفته که کسی گفت دیگه، کسی بود که معزوم گفت مواد مخدر میگرفتم. رفتم گفتم بکی مواد، گفت برای شما معتادم تو چی میکنی؟ هر چی عذر کردم نداد. گفتم هیچ چی ندارم. گفت زن تا خیر برام بفروش. زن خودم میگه 10,000 کلدار فروختم، گریه میکرد، کش کرد، بردم در دست زو دادم. 10,000 کلدار زن خود فروخت معتاد. هر روز میگه 500 کلدارم، امروز از قار 9,000 در جیب ماندم، 1,000 مصرف کردم. نشه خوام برد خستم که 9,000 دیگرم دیگه معتادین از جیبم برده. زنم میگه از دستم رفت.
تا اینی سرحد این پدیده انسان ذلیل میسازه که زن خود چیزی که افغان میخواد ناموس میگه که که خوب ناموسم سعی نکن زن خود فروخت به 10,000 اگه او دو بالایی میکرد میگفت نه اینم قمیتم خدا نشک و حاضر بود یک نشه زن خود بفروشه. خدا نجات بده. یادتان باشه که آیستا شروع میشه، یک دفعه هیچ کس معتاد نشده از روز اول، پدیده آستا آدم غرق میکنه. از این یک دود سیگرت شروع میشه بچین، از این یک پان زیر لب شروع میشه خرابت میکنه. نکن اول خودی پان و سیگرت هم کم فکر نکنی. یک نخ سیگرت 2500 ماده زهری داره که توی ریج مواد مخدر فکر نمیکنی. هر سیگرت 7 تا 10 دقیقه عمر کوتاه میکنه. شش جگر مغز کل خراب میکنه. این پانک میمونی مستقیم از این وزیر زیر زب میره در جگرت، انزایمای جگرت کل برهم میزنه، کل از این نقص داره، تباهیت میکنه. نکن بچین. آزادی انسان از بین میبره. همین شعر فریدون مشیری را گوش کن. آزادی را از بین میبره. این بزرگوار ما در باب ارزش آزادی صحبت میکنه. یکی از چیزایی که آزادی تا میگیرد اعتیاد است. حیفت نکده. آزادی تا به هیچ چیز بچیم برابر نکن. حتی جان تا میگرفتن بتی آزادی تا نده. بگو حاضر هستم جانم در مقابل آزادی بتم. گوش کن. پشه در استکان آمد فرود تا بنوشد آنچه واپس مانده بود. یک پشه در گیلاس آمد. دیدین یک پشه در گیلاس میره، نگام گیلاس بورام که باشه که بخوره، کمکی او بوره بخوره. کودکی از شیطنت بازی کنان بس با دستش دهان استکان. از این پشگیری ها کردین، پشک در گلاس میره دسته میمونی بازی بیچاره دیگه نمیخوره بوره را. کمی سرش بسته شد، میگه نه آزادی که نباشه، ولی اگه بوره بخوره من شیرین هم از مرا تیر میخیزه که راه پیدا کنه. پشه در استکان آمد فرود تا بنوشد آنچه واپس مانده بود. کودکی از شیطنت بازی کنان بس با دستش دهان استکان. پشه دیگر طعمش را لب نزد، جست تا از دام کودک وارهد. دیگه پشه نخواست بخوره بوره و شیرینی را، نه خیست که آزادیش زیر سوال رفته تا که خدا نجات بده. مرد تیر گفت خشک لب میگشت حیران راه جو، زیر و بالا بسته هر سو رایو. همه تو بالابای خشک میگشت او را ماند که راه پیدا کنه برای آزادی خود. آخه زندان قبول نداره. اگر در زندان برش برام داده بری میگن نه تیر مره آزادی باشه، هیچ خشک لب میگردم از تشنگی میمورم آزاد. روزنی میجست در دیوار و در تا به آزادی رسد بار دیگر. میخواست بر خود سراغ میپالید که با آزادی پس برس، آزادیش گرفتی. هرچه بر جست و تکاپو میفوزود راه بیرون رفتن از چاهش نبود. هرچه بر جست و تکاپو هرچه که کوشش میکرد ولی هیچ راه نمانده بود که کودک بیوجدان متکمل بند کرده بود راه را. اما چی کرد دید که راه بند است، رفت چیست که نه بوره میخورم دیگه برو خیره ما راز آزادی تیر. نه پشه غیرتی است. چه غیرتی آنقدر کوبید بر دیوار سر تا فرو افتاد خونین بال و پر. تا گفت که جان در جان باشه خود تسلیم نمیشه. خدا عیسی زد تا کفتید بیچاره خون پر جان نمان. در دل نگرده ای پشه لوده خو میخوردیم هیچتی. نه او پشام میفهمی شیرینی از موتو که دقیقه مزیش میته. جان خدا او هم دوست داره. اما چی رو دوست داره از جان خود کده، از او شیرینی کده؟ آزادی را. جان گرامی بود و آن نعمت لذیذ. جانش هم دوست داشت، نعمت هم لذیذ بود، شیرین بود. لیک آزادی گرامی تر عزیز. از هر چیز کده آزادی برش مهم بود. از سر میبینه پشه در استکان آمد فرود تا بنوشد آنچه واپس مانده بود. کودکی از شیطنت بازی کنان بس با دستش دهان استکان. پشه دیگر طعمش را لب نزد، جست تا از دام کودک وارهد. خشک لب میگشت حیران راه جو، زیر و بالا بسته هر سو راه او. روزنی میجست در دیوار و در تا با آزادی رسد بار دیگر. هرچی بر جست و تکاپو میفوزود راه بیرون رفتن از چاهش نبود. آنقدر کوبید بر دیوار سر تا فرو افتاد خونین بال و پر. جان گرامی بود و آن نعمت لذیذ، لیک آزادی گرامی تر عزیز. به افتخار فریدون مشیری یک ببین یک چند تا فکر یارم بگویم. میگه 2 تا معتاد خرما میخوردن خستایشم داخل استگکش یک زندگیش منداخت. یکیش و دیگهش گفت لالا میفهمی چی میکنه؟ گفت چی میکنه؟ گفت ما مثل 2 تا ابرقدرت برای جنگ است این میکنیم. خدا واسش که نشه میشه خدا ابرقدرت دنیا میبینه. پوتین و ترامپ اینا پیش بد کردن.
سعی که یک چرسی پتسا کده و بیادر آیا تا بالی کسی رو دیدی که سیگرت چرس بکشه دماغش بشکنه؟ نه نیدیم. نسوار بکشه پایش بشکنه؟ نه. اما فوتبالیست چطور؟ خیره هم وطن چیزی که دشمن سلامتی تو است ورزش است، دخانیات نیست. یک معتاد میگه 2 تا سیگرت میکشید. یک کس پرسید که 2 تا چون یک جویی میکشید؟ گفت یکیش از خاطر خود است، یک از خاطر دوستم بندیست به یاد از او قضیه میکشه. چند وقت بعد دیدش که 1 تا میکشه. گفت چی گپ شد؟ دوست آزاد شد؟ گفت نه خودم سیگرت اعلان دادیم این حق دوستم از میکشه. او یک تای دیگر آمد شکایت کرد گفت به خدا این ترک اعتیاد سخت است. گفت سخت نیست لالای تابالی گفت 20 دفعه اعلان دادم. اعلان داد بعد شروع یه جمله بر فیسبوکی هست میگه هر کس که براتون گفت که مرد می گروپت کو لطفا نت نکو بانک باغوش جامعه و خانوادهش بگردن نجات یک معتاد نجات یک جامعه از نکو این همیش گروپ هم اعتیاد آور است. نه مالیشه گفت یک چرسی میگه تو میرم در جنازه دین یک 40 قدم هر کس باید بگیری چرسی هم خوش آمد رفت گرفت یک 40 قدم رفت زورش نرسید هیچ کس جنازه رو نگرفت از پیش خارج آمد گفت کسی میگه که یا لاش نمرد یک دو بزنم. معتاد خود جان در جانش نمینه میگه اون پلیس ها آمد که معتادین ششته گفت بی حرکت معتاد صدا کرد کو کی حرکت فقط که گریختیم حرکت کو که جشتی دیگه. یک چرسی دیگه میگه رفت پیش چرفروز که یک چرس حاصل بتی که بسیار جگر خون هستیم چرس ورش داد رفت چرس زد 1 ساعت بعد آمد که لنگام بردار تنباند سر شانه اینا لالا گفتم یک چرس حاصل بتی خیلی ما رو نگرفت گفت نگرفتی تو رستی بگیرتی چی چرسی میگه در مسجد شده خدا تو تا چرس خدا تو تا چرس ملا برش گفت که چرسی آدم از خدای ذات آبرو گفت ملا صاحب هر کس چیزی را که نداره میخواد تو کوره نداری امور را بخوای من چرس نداره. قسمت دوم بحث ما قسمت اول آشنایی با اعتیاد بود. قسمت دوم نکاتی درباره اعتیاد برای خانواده و مراجعان 20 مورد به سرعت براتون میگم. اول برخی تخریبای اعتیاد چی نقص میکنه چی رو تخریب میکنه که دکتر صاحب میگه نکن. اول موقعیت اجتماعی تا کلا خراب میکنه. آدم معتاد مگه موقف اجتماعی داره؟ انسان حسابش نمیکنه کس. سلامت روانی تا از بین میبره. روانت بالکل خراب میشه. اولین جای عملی مواد مخدر اعصاب مرکزی است. فرماندهی رو خراب میکنه. هر ریاست جمهوری تا خراب میکنه. بازار خراب شد دیدی چی گدودیم یعنی تو سرت فشار بیار که چبلقای خود گریخت تو پایلوچ میگریزی نکو رئیس جمهورت مغزت اعصابت پایلوچ میگریزه از پیشت تو میمانی کلی خالی نکو هیچ چند چیزه. سلامت فیزیکی تو هم خراب میکنه. اخلاق و رفتار تو هم خراب میکنه. آدم معتاد بدخلق میشه عصبانی میشه آستا دزد میشه هر چیز دوزی میکنه از خانه میره دوزی میکنه طلای زن خود دوزی میکنه بخاری را از خانه دم زیر بغل میزنه میکشه مفروش. خلاصه به خاطر مواد مخدر خود از هر چیز دیر است. اخلاق خراب میشه وضعیت بدنی و ظاهرش خراب میشه جلمون چی میگه خدا نجات میده. علاقه به معنویات از دست میده. خدا و قرآن و پیغمبر کل کوچ میکنه میره از پیشش. زیر پل روزه میگرفتن در ماه رمضان فقط چیزا دیگه میره از پیششان معنا نداره. کار و تحصیل بالکل خراب میشه. درآمد خراب. تو معتاد وظیفه میتی؟ نمیتی. هر گفت معتادین سمینار بده گفتم برو در نقش معتادین بچه‌ها رو میشونم اگه نه خوی معتاد اینجا شیشته میتونه چوکی را خود خراب کرد کل شجاع توبه خدا دیگه نجات ما بده. کل شپش زدگی و خراب است دیگه. برو زیر پل سگ یک دفعه. تلویزیون هر روز باید تیر بر مردم نشان بده که اعتیاد اینا تو یک حالت میاره. خب اگه تجارتش نباشه متاسفانه خیلی اعتیاد تجارت کرده روی سر از اون مواد معتاد بر از اون مشتریش هسته. تو جگرت خون میشه چون 1 میلیون معتاد شده او میگه 1 میلیون مشتری پیدا کردم. قصدن دستایی است که مردم معتاد ساخته میره. دوم به پدیده تخریب توجه داشته باشین. در اعتیاد به این فکر باشین تخریب میکنه اعضا بدن کل از بین میبره. فکرتان باشه خانواده بیشتر مصرف مواد را میبینه اما تخریبش زیاد توجه نمیکنه که چقدر خرابش میکنه. به سیر تخریب و شدتش دقت باید کنیم. تاکید بر مفهوم تخریب سازنده تر است از اینکه که نصیحت کنی مصرف نکو برش تخریبایش بگی زیادتر بازیارا میتونه جلوگیری کنه که اینا تو زندگی تا خراب میکنه. میال یک کسی شنید که زنش یک مجبور میشه بفروشه اگه حیا داشته باشه دیگه نمیکنه مصرف درد میکشه. ما نخوانیم میگم بچه
تو زنت بفروشی خوب است یا گوشت تکته تو انبور بکنه؟ میگه حاضر هستم گوشت مامو تو بکنه خود زنم از دست نزنه. و میگم صحیح است. این مواد مخدر زنت از پیشت میگیره. این خو از کندن گوشت که سخت نیست. امروز دیگه دو پر تو اما تو میکنه امو جدا ماینه خانه دو مندازه یک موبایل میگه یک مشت دادان نذاری. 2 ماه دیگه هم غیرت کنیم خلاص از زنت پیشت میمونه، ناموست پیشت میمونه، بی عزت و بی آبرو نمیشی. اگه از رارش برش مانده شوه مصرف نمیکنه. سومین گپ ما که تخریب اعتیاد در افراد مختلف یکسان نیست، فرق میکنه. یکی زود خراب میکنه، یکی یک مقاومت داره، فرق میکنه. ولی کلی خراب میکنه با درجات مختلف. تو فکر نکن تو ریش خراب نمیکنه، خرابت میکنه. ولی بعضی رو زیاد تباه کننده است. چهارم، سلسله مراتب فرضی تخریب مواد از زیاد به کم قرار ذیل است. کدام مواد زیاد آسیب بزنه؟ اول شیشه و کراک و ایروئین و تریاک، یادتان باشه تباه کننده است. این چهار تا در قدم اول دشمن انسان ایناست. دوم الکل، خطرش زیاده. سوم بوتی فقیری، چرس، ماریجوانا، حشیش، اینا خرابت میکنه. چهارم ترامادول و زیگاپ، اینا را که بچه‌ها شروع کرده متاسفانه از دواخانه میره میگیرن مصرف میکنن. و سیگرت هم پان هم چیزا هم خطرات خود داره. خوازوا کرده این که سیگرت امروزه چی میکنن؟ ما میگیم مثلا این قلست مواد مخدر، این مثلا این سیگرت پان، خب این برو سیگرت پانش باش فامیل قناعت میده، برو به می شکر میکشی، من دیگه شیلا بده. اینقدر مجبورت میکنه سیگرت پان سر شکر بکشی. اگر نه او هم خطرات خود داره، او هم کدام کمال نداره. پنجم، مصرف مواد در پاسخ به سبب بسیار مخربتر است. یادت باشه مردم دو رقم مواد مخدر، یک رقم میخورن خوش باشن، مستی کنن، ساتیری کنن. این زیاد ضرر نمیرسونه، ضرر میرسونه، زیاد تخریب کننده نیست. از وی کده که به خاطر غم پناه میبره برش. بعضیا میگه چرا مواد مخدر مثلا میگه یک دقیقه مستی کنم. بعضیا میگه چرا، میگه غم فراموش کنم. اونایی که به خاطر فراموش کردن غم به مواد مخدر پناه میبره زیادتر خراب میشه. هر دو گروه خراب میشه، هم مستی کننده هم غم. ولی اونایی که از غم پناه میبره بسیار خراب میشه. لطفاً مواد مخدر پناهگاه نیست، دوست خوب نیست. ششم، عوارض مؤثر در میزان تخریب اعتیاد کدام است؟ چی یعنی تاثیر داره؟ مواد مصرفی، کدام نوع مواد مصرف میکنی؟ یک، سن، هرچی در سنین پایینتر شروع کردی تخریبش بیشتر است. از درس میمونی، از کار میمونی. زمینه های روانی فرد، بعضی از نظر روانی آماده هستند، اختلالات شخصیتی دارن، ذهنشان خوب رشد نکرده، سمینار نیده، کتاب نخوانده، اونا رو زیادتر مواد مخدر خراب میکنه. الگوی مصرف، بعضیا مثلا پدر مادرش یک کسی هست از روی از الگو برداری کرده، بس به این خاطر معلما رو میگم لطفا دستون سیگرت نکش. شاگرد تو رو دوست داره، الگو برداری میکنه، در پلی دیگه کرکترای سیگرت تا الگو میگیره. نکن. همین یک کسی میام معتاد، میگم تو خوش داری پدرت معتاد باشه؟ میگم نه. خب میگم اولاد تو هم خوش نداره. خوارت خوش داری شوش معتاد باشه؟ خودت خوش داری زنت معتاد باشه؟ نه. خود زن تو هم همسر تو هم نمیخواد تو معتاد باشی، اولاد تو هم نمیخواد پدرش معتاد باشه. خیر بس کو دیگه. بنابراین نوع مواد، سن شروع، زمینای روانی، الگوی مصرف، وضعیت محیط کلش تاثیرگذار است در اعتیاد. هفتم، مصرف ماده علت تنها بخشی از تخریب است، اما سایر عوامل ایجاد تخریب هم باید ما و شما آگاه باشیم. وقتی مواد مخدر شروع میکنیم، تنها باز خود مواد مخدر نیست، چیزای دیگه هم است که ما و شما را تخریب کرده میره. مثلا باز پسان اشاره میکنیم، همین که تو دیگه پیچکاری میکنی، ایدز هم در وجود خود داخل میسازی، این خودش باز تخریب کننده است دیگه. توجه به مصرف مواد از سایر عوامل باید ما را غافل نسازیم. یعنی تفکر چند بودی داشته باشیم، من یک دکتر، یک آدم آگاه کن. هشتم، تخریب مهمتر از نوع ماده مصرفی است. نوع اثری که اعتیاد ایجاد میگذارد مهمتر از خود مواد است، چون بعضی مواد سر بعضیا بسیار تاثیر عمیق میمونه. بعضیا یک دو چرس مصرف کرده کل مرکزش مریض است. دهم، تاکید بر مسئله تخریب نقش سازنده در درمان داره که تو شخص بفهمین که چی تخریباتی بعد قبال از است. چون بعضیا باورش به است که نقص نداره برای ما، فایدام داره. اگه تو نقصایش برش گفته بتونی میتونه کمک کننده باشه. 11، در عوامل اثبات و تنظیم هیجان در اعتیاد باید توجه کرد. باید ما سرازی کار کنیم که بر مریض یاد بدیم که اثبات خودش چطور کنترل کنه، راه ها را برش یاد بدیم. اما انسان های بد تجربه میکنن، کل ما جگرخون میشیم، کل ما شکست میخوریم، کل ما مثلا یک جای قبول نمیشیم، یک جای سرزنش میشیم، ولی قرار نیست که پناه بریم به مواد مخدر. از امروز یاد بگیر که جگرخون شدی به مواد مخدر پناه نبری. بیا ما که گپ میزنیم یک خندید، میتونم شعر یاد دارم، فکایی یاد دارم، قصه یاد دارم. هیچ زندگی نیست که ثبات نداشته باشه. همین هفته که تیر شد توی ثبات تجربه نکردی؟ من خوینم کل هفته را شب نیم ساعت گریه کردم، به نان انداختن گریه کردم، به او هموطن ما که انفجار شد در مسجدش گریه کردم. کل ما ثبات تجربه میکنیم.
ولی قرار نیست که بریم مواد مخدر سر کنیم. مثال های از سبد: عصبانی میشیم، غمگین میشیم، بی‌حوصله میشیم، خسته میشیم، خجالتی میباشیم، بیقراری می داشته باشیم، اضطراب می داشته باشیم، تنها میمانیم، مسادت است، سرزنش است، درد در بدن ما از بیخوابی است. ولی هیچ کدام از این راه حلش مواد مخدر نیست. راه های خوبتر داریم. 12 دقت کنین که حس بدتان تا ابد نمیمانه. هر حس بد ترمیم میشه. خوب در این راه حس بد پیش خداست. پیش خدای. بعد از خدا دوست، رفیقت، دکترت، ما، سمینار، فکایی، برنامه تلویزیونی، موسیقی، عطن ملی، گفتم هر چی میتونی بکن با مواد مخدر پناه نبر. هرچند من نشده ولی یکم شانه پرانک بنداز، خیزک بزن شانه تا پران، خب مواد مخدر مصرف نکن. باید ما یاد بگیریم که حس بد خود چطور کنترل کنیم. مثلا چند تا مثال براتون میگم. بخیزین در سر قدم بزنین، خانه دوستایتان برین، پیش دوستایتان برین، ایده قصه کنین، با خانه قومای نزدیک برین، خرید کردن خیر یک چند روپیتان مصرف کنین، دلتون آرام میشه. ساجق بگیرین بجوین، خو کنین. سعی که هر وقت میگیم خو نکنین، خیر از مواد مخدر که برین ساعتا خو کنین، خب مواد مخدر مصرف نکنین. تلویزیون چقدر زد شسته میگم نبینین، میگه از مواد مخدر که برد ساعتا تلویزیون بی، خیر نوش جانت، خانه تا بود، ولی مواد مخدر پشتش نری. تلویزیون بی، برنامه خنده‌دار بی، فیلم بی، مقصد است خوب کردش. مواد خوراکی بگی، نه خود بخور، جلغوزه بخور، هر چی دلت ایشا بخور، خودم مشغول کن، موبایلت کمتر، ولی مواد مخدر مصرف نکن. راه حل نیست. کتاب بخوان، بهترینش یادم رفته بود، بعد از خدا دومش کتاب خواندن است. خود کتاب خواندن و قرآن باز که با خدا صحبت میکنی، حس بدت از بین. کتاب بخوان، کتاب منصور صاحب بگی. اولین کسی که در افغانستان در مورد مطالعه کتاب نوشته کرد منصور مجاب است که در این وطن خب مد در کدام ما نوشته میکنیم اولین بار ما، گرچه آدم بی مدعاست هیچ ادعا نمیکنه، یک طرز فکر متفاوت هم داره، اما مردم ها اینجا آمده هر کس می اولین بار، دالی که 5 سال پیش کارا بوده، این اولین بار، اولین بنیانگذار روانشناسی، اولین بنیانگذار سخنرانی، اولین بنیانگذار کتابای مطالعه. کتاب بخوان، صبر کن. صبر صفت مسلمان است. اس بعد صبر میکنم خدایا. ولی مواد 13 در تنظیم مناسب هیجانی افراد فرصت انطباق با محیط دارن، اما در بد تنظیم هیجان، کسی که یک سمینار باز میگیریم چطور هیجان خود، کل سمینارهای ما تو از اعتیاد دور نگاه میکنه. این حال یادت بیاد که سمینار چرا دکتر رفته میگرفت؟ تو که سر موفقیت گپ زنی، تو بدکنی معتاد شوی، تو در فکر موفقیت میشی. فرق میکنه قضیه. ولی مشخصا سر خود تنظیم هیجان با صحبت میکنیم. مدیریت هیجانات بسیار میتونه کمک کننده باشه. 14 تنظیم هیجان یک مهارت مهم است در زندگی که در کودکی و نوجوانی باید کسب شود. براتون سمینار میگیرم بخیر. 15 معتاد یاد گرفته که برای گریز از حس بد تنها به یک چیز متکی باشه، مواد مخدر. 15مین مورد گفتیم تنها معتاد یاد گرفته برای هر دردش یک پناهگاه است، مواد مخدر. سوالات بسیار شایع در مورد بهبود. اینی بعضی سوالایی است که پرسان میکنن از کجا بدانیم که بیمار ما جور شده؟ دیگه مادر پدر سوال میکنن. آیا اصلا کسی از اعتیاد رها میشه؟ سوال میکنه آیا جور شدنی است؟ چقدر باید بگذره که مطمئن شیم که فرد خوب شده؟ بیمار از اعتیاد اولیه رها شده اما گاهی کپسول و یک چیز جاگزینی که برای اعتیاد میتن او بده او گیر میمونه. متاسفانه بعضی وقت دیگه گفتم از پاسخ. بهبود فرآیند پیچیده است و 100% توافق نظر سرش نداریم. البته که گفتم هنوز در جهان تداوی معتادی ناکام است. بهبود مراحلی دارد و به صورت هم یا هیچ نیست. فرق میکنه که چقدر خوب شده شخص. بهبود دارای ابعاد مختلف است که در کلش باید شخص خوب شود. بهترین کسی که میتونه آن را مشخص کنه خود شخص است. خودش میفهمه چقدر خوب شده. قبل از ادامه بحث ابتدا چند پرسش را پاسخ بدهید. شدت اعتیاد فرد مورد نظر چقدر بوده و چقدر تخریب به جا گذاشته؟ همین که تو میگی جور شده یا نشده یا جور میشه یا نمیشه، مهم است چی مصرف میکنه، چقدر مصرف میکنه، چقدر خرابش کرده. این بسیار مهم است. قبل از اعتیاد وضعیتش چطور بود؟ بعضی ما پیش از اعتیاد هم شخصیت خراب داشتیم و متاسفانه او اختلال شخصیتی که تداوی نشه ما غرق هستیم در این مواد مخدر. 16 مورد در رهایی از اعتیاد صرف عدم مصرف مواد کافی نیست. شاید بتوان گفت در مجموع 3 عامل را باید در نظر بگیریم. به خاطر جور شدن شخص و یا معتاد نشدن شخص 3 چیز لازم است. 1 عدم مصرف مواد. شخص وقتی جور میکنه بگیم که مصرف مواد نمیکنه. 2 سلامت روانی و بدنی پیدا کرده. 3 شهروند سالم شده. ببینه عدم مصرف مواد نداره که مواد چی الکل باشه چی چرس باشه مصرف نکنه.
و خودسرانه این دوایی را مصرف نکنه. اگه یک کسی خودسرانه دوا مصرف میکنه، از دواخانه دوای خو میگیره، پاکت میخوره، جور نشده، سعیس چرس نمیکشه، ولی یک پاکت دوای خو میخوره. این کجاست جور شدنش؟ هیچ چی مصرف نکنه، خودسرانه مصرف نکنه و سیگرت هم مصرف نکنه یا کمی هم از اون مواد مصرف نکنه. بگه من خود دود چرس الا دارم، یک دودک میزنم. نه، یک دودک شامیانی تو جور نشدی، خرابت میکنه. پس بنابراین شرط جور شدن یک چیز که قطعا ما چیزی مصرف نمیکنیم. سلامت شرط دوم است که ما جور شدیم، افسردگی نداریم، استراب نداریم. چرا بعضی وقت شخص به خاطر معتاد شده که اول افسرده بوده، او افسردگیش که جور نکنیم فکر میکنه دوای افسردگی چرس است یا تابلت است. استراب داره، به خاطر استرابش مواد مخدر مصرف میکنه. استراب باید تداوی کنیم. خوابش باید خوب باشه. به خاطر بعضیا می چرا مصرف میکنیم؟ میگه والا خوابم نمیبره. به خاطر که خوابش خوب شوه او رو مصرف کرده، خود خراب کرده. تسلط بر خود و بر خشمش باید پیدا کنه. بعضیا میگه چون عصبانی زیاد میشدم من مواد شروع کردم که از عصبانیت کرده خوبه. سه که اون سمینارایی که من برای تو میمونم به می خاطر است. چرا میگم بیا استراب تعلق، بیا افسردگی تعلق؟ به خاطر میفهم که اگر نشه یکی از دلایل میشه که تو مواد مخدر مصرف کنی. نبود جنون و بدبینی باید نباشه. یعنی خودش میتونه، یعنی کسایی که شکاک از بدبین است میتونه زمینه مصرف مواد مخدره. انرژی و تحرک طبیعی داشته باشه. بعضیا میگن چرا مصرف میکنی؟ میگه والا این مستم میکنه، کار میتونم، شب تا صبح بیدار شیشته میتونم. او خدا بزنید ما را از این کار تو تیر، از ماش تو تیر خدا تبا نکن. آیا پدر تو خوش داره اولادش معتاد باشه برش ماش پیدا کنه؟ تا صبح بیشتر کمتر کار میکنه، تابلت کم میخوره، شیشه آدم مست میکنه، خواب میپرانه. اگر ما بتونیم خواب و مریض استراب و افسردگی یعنی مشکلات جنبی را حل کنیم، میتونیم زمینه جور شدنش فراهم کنیم، کارکرد طبیعی بدنش بیاریم و اس رضایت در زندگیش ایجاد شه. کسایی که از زندگی رنج میبرن متاسفانه با مواد مخدر پناه میبرن و احساس خوشبختی کنن و از زندگی لذت برده بتونن. اگه چیزا را جور نکنیم امکان از اینکه مواد مخدر ادامه پیدا کنه زیاد است. و شهروند سالم شویم. وقتی میگیم یک کسی جور است، مواد مصرف نمیکنه، مریضی روانی و جسمی نداره و شهروند سالم است. شهروند سالم چی؟ رعایت قوانین اجتماعی را میکنه. کسایی که قانون مراعات نمیکنه اونا یا معتاد هستن یا معتاد میشه. یادتان باشه قانون مراعات کنین، قانون دینی و اخلاقی و اجتماعی را مراعات کنین. داشتن ارتباط صمیمی سالم با دیگران اگه داشته باشیم ما معتاد نمیشیم. کسایی که رابطه خوب ندارن معتاد میشن. مصروف باشیم، مفید باشیم برای خود خانواده و جامعه. کسایی که مصروفیت‌های خوب ندارن معتاد میشه. به این خاطر زور میکنیم دولت تا مکتب بانین، کاربانین. کسی که بیکار ماند متاسفانه مواد مخدر دان کوچه بیکار استاده شده، زمینه یک دو چرس برش فرمش. تو از صبح تا شام این سمینار هستی، تو چرس مصرف کردی، سیگرت مصرف کردی، قطعا نه. تو که مصروف باشی از صبح تا شام تو کتمه میجشته باشی مصرف نمیکنی. ولی که بیکار موندی متاسفانه تو نکو، تو خودی صورت نمیکنیم و تو قسم خوردیم که نمیکنیم. ولی یعنی هدفی است که یکی از دلایل بیکار بودن است. اونایی که مصروف از کار سالم میکنه، سمینار میگیره، معلم از درس میکنه، اون نمیکنه. داشتن حس وابستگی، کسایی که وابسته باشه معتاد میشه. ما باید انسان مستقل باشیم، دلبستگی داشته باشیم، دوست داشته باشیم. کسی که شبکه دوستی نداشته باشه معتاد میشه. و داشتن زندگی هدفدار مانع میشه. اگه هدف نداشتیم در زندگی میتونه که ما را دچار اعتیاد بسازه. 17 درک درست از زمان بهبود را داشته باشیم. بیشتر صاحب نظران باورشان به است که در اعتیادهای سنگین 5 سال باید مریض زیر نظر باشه، در اعتیادهای سبک 2 سال. فکرتان باشه گفتیم اعتیاد کار یک روزه نیست که یک روز مصرف نکرد چک چک پرتی بگوی جور شد. نه، اگه اعتیاد چیزای سبک است، در قطار که گفتیم از چیزای پایین است، 2 سال باید مراقبت شود. اگه از چیزای اول است 5 سال باید زیر سمینار باشه، انگیزه باشه، گپ بزنه، کار باشه، مصروف باشه، حمایت اجتماعی باشه که درگیر نشه. 18 برخی گروه ها بهبود تحت مصرف میتادون یا گوش کنین. بعضیا میگن که میتادون درمانی، میتادون خودش یک مواد مخدر است. خب برای ترک مواد مخدر به شکل شربت استفاده میشه، ولی تا وقتی که تو زیر میتادون هم هستی هنوز 100% جور نیستی. چرا؟ تو از یک مواد مخدر زیر چکک اومدی، دناوی از 90 چکک، ولی هنوز یک چیزی است. وقتی که از میتادون هم خلاص شدی باز تو جور میشی. بعضیا میگه سعی من ترکش رو میکنه. خب برای من میتادون شروع کن. کت میتادون میخواد خمارش دور کنه، ولی اونایی که باز خودش زیاد مصرف میکنه اون هنوز معتاد است. وقتی که از میتادون هم ترک کردی باز تو وقت صحیح است که تو تانستی جور کنی. 19 در مصرف میتادون یا بوپرونفرین که موادی است که بجاش یکی از کارا را که انجام میداد به بهبود نرسید. اگه این کارا را میکنه هنوز جور نشده، خودسرانه مصرف میکنه، دکتر گفته یک قاشق بخور، 2 وقتی 3 قاشق 4 قاشق میخوره، هنوز بفهم که بهبود نیافته. مواد مخدر مصرف میکنه به گونه دیگه. دوز را خودش کم و زیاد میکنه، هنوز معتاد است.
مصرف برای اثر میگذارد، نشیش میکنه یا نمیکنه امثال. و انگام مشکلات الان میتادونم کجاست، او وقت میگه تریاکم کجاست، تابلیت کجاست، ولی میگه میتادونم کجاست، هنوز بفهم. هر وقت که گفت خدایم کجاست، جای نمازم کجاست، قرآنم کجاست، دوست رفیقم کجاست، سمینار دکتر صاحب کجاست، اون وقت بفهم این جور شده، میفهم از کجا پیام بگیره. ولی هنوز که میگه کجاست میتادونم، بوتل میتادونم، بفهم هنوز جور نشده. 20 گفته بودیم 20 مورد است، یعنی قسمت دوم نام خدا چطور به دقت گوش کردین. آفرین. حوصله تا شما قطعا امضا میمونم معتاد نمیشین. آدم با حوصله هیچ وقت معتاد نمیشه. آدمای کم حوصله معتاد میشن. اونایی که در اول سمینار میخوندن میره او بیچاره امکانش هست که معتاد شن. دعا میکنیم که خدا نشه هیچ کس معتاد نشه. خب اونایی که بی حوصله است، بی طاقت است، من بعضی وقت قصدن در سمینار طول میکشم. سمینار هر چی اصرار میکنه وقت پر است، من کم میگم نه تو بان زیاد شه، ببینیم کی تشخیص کنیم کی معتاد میشه کی نمیشه. اونایی که تا آخر کتمه از عکس هم میگیره اونا قطعا معتاد نمیشه. اونا اگه یک نفر از این کسایی که کتمه عکس داره پیدا کردی که معتاد شده بود، هر جور میگی من قبول دارم، او چون تا آخر شش تا اون معتاد نمیشه. اونایی که زود میبره یک احتمال، اویی که نمیه خوب معتاد است. سایک چقدر دوام بزنن. اونایی که نمیان معتاد است، معتاد تلفن فیسبوک، معتاد غیبت چرندیات مصروف است. اونایی که از بین زود برای بفهمیم احتمال معتاد شدنش هستن. حالا یک زودم برآمدی پول یک مقدار کمک کو که ثواب نان خشک خوبه بری خو که همت تیرت نری ببری بگی سمینار مزیم نداد من هیچ کمک هم نمینم. کمکت با فقراز با من نیست. خب عوارض مصرف در دراز مدت چی است؟ اگه زیاد مصرف کنی چی گپ میشه؟ یک، وابستگی جسمی پیدا میکنی. جسمت هم دیگه وابسته است. فیزیولوژیک که نخوری قلبت صحیح کار نمیکنه، سیستم تنفسی، حتی قبضیت و اسهال اینی گپا پیدا میشه. بعضیا دین در تشناب که میره سیگرت دود میکنه، نه بی سیگرت واش حاجت نمیتونه. متاسفانه وابستگی های جسمی میاد خنده‌آور است. نه بدن خراب میشه، جلد چملک این تیپ میشه، جلد تیپ میشه، یک نوع احتیاط خرابت میکنه. خلاصه وابستگی روانی با وجود میاره، تخریب میکنه مغزت، روانت خراب است، بدون مواد مخدر کار نمیتونی، گپ زدن نمیتونی. سیگرت خود دمی رمضان دیدی عصبانی است. چرا ما یک سیگرتی آدم هستیم بول مورد دیگه اصلا ما رو خراب نکنه، به خاطر که سیگرتش نرسید عصبانی میشه. احتمال مرگ امکانش هست، مسموم میشه، اوردوز میکنه. شما نشنیدید هیچ آدمای نازنین که مصرف کردن مرده که هیچ پرسان نکن، میمره آدم. مصرف نکنه. احتمال مرگ داره. اختلال سیستم هاضمه بار میاره، سیستم هاضمه را زخم میکنه. سندروم بیش دردی با وجود میاد، جانت درد میگیره، موادت نرسه، جان درد است. بعضیا کلا نمیتونه به خاطر دردش است. عوارض سیستم تنفسی ایجاد میکنه، نفس کوتاهی، کار نمیتونه. دیدی اون مرده چند قدم برده نتونست جنازه را، نه نفسش سوخت، گفت میگیرین یا لاش کرد بزن، حوصله نمونده برش. نه بعضی وقت اقامت بار میاره خانه آدم، معتاد اولاد نمیشه، تخمه را خراب میکنه یا سوی شکل به وجود میاد. به می خاطر وقتی پدر مادر گپ است که میگه تصمیم داری اولاد دار شی، حتی 6 ماه پیش از اولاد تصمیم اولاد دار شدن باید مواد مخدر اگر مصرف میکنی به خاطر اولاد توقف بدی، به خاطر که سپرم تخمه خراب میشه، سوی شکل بار میاره. اختلالات جنسی بار میاره، بعضی‌ها سیستم جنسیش فوق العاده خراب میکنه. و همچنان میتونه زردی سیاه به وجود بیاره، HIV یا ایدز به وجود بیاره و اندوکاردیت قلبی، قلب خراب میشه از اثر اینمی پیچکاری که میکنن. اینمی میکروبا میتونه داخل بدن شوه. این قسمت دوم بود. باز یک شعری از فریدون مشیری که تازه‌تان کنم. شعر گرگ است. گفت دانایی که گرگی خیره سر است پنهان در نهاد هر بشر. میگه یک آدم دانا برام گفت که در درون کل ما یک گرگ است. گرگ نفس اماره. دین که برای ما میگه نفس که آدم ذلیل میسازه، نفسی که آدم درنده میسازه. فروید به نام نهاد یاد میکنه. 3 جزء شخصیتی میگه. نهاد اونم قسمت فقط اوسران است، هیچ نه اخلاق میشناسه، نه معنویات، نه واقعیت، فقط لذت میخواد ببره. گفت دانایی که گرگ خیره سر است پنهان در نهاد هر بشر. در درون کل ما یک گرگ داریم، اما حالت دوتاست، یا ما زور میشیم سر گرگ انسان میمونیم، یا گرگ زور شد ما گرگ میشیم. بعضی دیدین چریش مثل انسان است، خودش گرگ است. اما سعدی بزرگوار میگه اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی بر روان آدمیت. سعدی میگه اگر اینمی درنده خویی تا گم کنی تو کل عمر انسان باقی میمونی، اگر گرگ میشی، اگر از گرگ بدتر میشی. گرگ قتل عام کرده تا بالی شوندی؟ نه. گرگ کشته؟ نه. گرگ 100 تا اور کشته؟ نه. 100 تا بره کشته؟ نه. اما انسان کشته، میلیون ها انسانه.
یعنی از گرگ بدتر میشیم. گرگ سر مشرف می داشته باشه. لاجرم جاری است پیکار سترگ، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. بین نمی انسان و گرگ جنگ است، یک جنگ بسیار قوی. بزرگترین جنگ با گرگ است. سلا نگی غیرت افغانی هم. غیرت افغانی یک داری گرگ درون بکش که بلند منزلا هم تو شهرکار جور کرده خون مردم خورده رایستی. غیرت افغانی کجاست؟ گرگ درون بکش اگه غیرت داری. لاجرم جاری است پیکار سترگ، روز و شب ما بین انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیز. به زور بازو نمیشه. از علاتای ما میبینید دیدم این زورش نیست. اندیشه اگه داشته باشی میشه. صاحب اندیشه میتونی گرگ بکشه. به زور بازو نمیتونی. گرگ تستو که بازوش قوی است. به زور اندیشه میشه. چرا؟ ثبوت داریم برش. گوش کن. ای بسا انسان رنجور و پریش، سخت پیچیده گلوی گرخش. بعضی آدم ها کازار ضعیف است اما کان معنویات است. چرا؟ کتمی ضعیفی تانسته راه را یاد گرفته. تکنیک سمینار ده که گرگ چه رقم خفک کنم. گرگ نفسه، گرگ شهوته، گرگ زیاده خواهی را تانسته. با وجودی که زار ضعیف است اما سر و پا نور میباره. برکت خداست. گرگ تانسته. اما وای بسا زور آفرین مرد دلیر، است در چنگال گرگ خود اسیر. اما بعضی را میبینی قد و قواریش ببینی، که چپنش ببینی، که تو لباسایش ببینی، موترای شیشه سیاهش ببینی، قصرش ببینی، بلدنگش ببینی، اما سگ گرگ خود گشته. سگ گرگ خود گشته، نوکر گرگ خود گشته. پیش گرگ بنان زور بازو نیست. بسیار چار چوکاتا را در وطن دیدید اما غرق خیانت، غرق دوزی، غرق گرگگری. زور بازو چارش نیست. صاحب اندیشه میتونه. اندیشه را چی جور میکنه؟ کتاب، سمینار، معنویت. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته میشود انسان پاک. هر کسی همی گرگ به زمین انداخت انسان پاک میشه. وان که از گرگش خورد اردم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ هست. وی که از گرگ شکست خورده قوارش آدم واریست اما خودش گرگ شده. بسیار گرگا را شما دین در چهره انسان. ای بسا ابلیس آدم روی است، پس نباید داد بر دستی دست. پس نباید بر دستی داد دست. آدم است ابلیس. ابلیس سر شرف داره. چیریش انسان. او که گرگت میگه دروغ بگو تو گفتی، گرگت میگه رشوت بخوردی، گرگت میگه ظلم کردی، گرگت میگه حالا بلند منزل از حرام بخور، گرگت میگه از قرارداد سرک میخوری. اساسا چی میگردی؟ گرگ میگردی. های گرگت که بگه حرام بخور دیده میدانش، بگه تعصب که دیده میدانش، که بگه دروغ بود دیده میدانش. گرگ که جزا داده رفتی تو انسان بزرگ میشی. اونو بزرگیست. هر که با گرگش مدارا میکند، خلق و خوی گرگ پیدا میکند. اگه گرگک تناز داده رفتی تو خودت هم گرگ میشی. عادت گرگ پیدا میکنی. اینه پیخوای کلام چه گوشت انسان ها را میخوری. هر که از گرگش خورد اردم شکست، گرچه انسان مینماید گرگ هست. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. هی خوشبختانه کل جوان است، یمی وقتش است. چو هم گرگه بکشم در 50 سالگی؟ نه بچه، 50 سالگی زور پدرت هم سرش نمیرسه. اگه میرسید زور رهبرای دروغگویت میرسید. رابرم گفته رایستی او گرگ است. او مانده بود که در 50 سالگی زورش برسه، نمیرسه. در جوانی جان گرگت را بگیره. می وقتش از بچه. ببین که تو سمینار می دی روز حوصله میکنی میشنوی، تو جان گرگت گرفتید قطعا مضمانت میکنی تو هیچ وقت معتاد نمیشی. اگر شروع هم کرده بودی اعلام میدی، اگر شوقش کرده بودی نفرت پیدا کردی. یه سمینار باید کل افغانا میامد ایره گوش میکرد. روزی پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مسافه گرگ پیری. این شیر خودش یک سمینار کار داره تفسیرش. اگر روزی پیری تو مثل شیر هم شده باشه اما پیش گرگ تیچ هستی، میگه بچه من تو از جوانی ها میشناسم، چقدر رشوت خوردی، چقدر ظلم کردی، چقدر ستم کردی، چقدر انسان کشتی، پیش من کلامکاری نکن، من میشناسم تا. پیش او گرگ دیگه تسلیم هستی. این که مردم یکدیگر را میدرند، گرگ هاشان رهنما و رهبرند. این که انسانایی که دیگه خود خورده رو ظلم کرده است، کار انسان نیست، این کار اونم گرگایشان است. گرگش امر میکنه عمل میکنه، اگه نه انسان خودت نمیکنه. این که انسان هست انسان رنج دردمند، گرگ ها فرمان روایی میکنند. این که علتی که دنیا امروز خراب است، پریشان هستیم، زخم از رنج است، به خاطر امر گرگاست. زیر تاثیر گرگ رفتیم. گرگای ما از پیش ما سر کشید. نبود ما در جوانی ما کس نگفتی گرگ نمان.
این ستمگاران که با هم محرمند، گرگهاشان آشنایان همن. دیدین کلانا را خشاوندی دارن، میشینن مجلس دارن، موتور جنگ انداخته میره. خودشان دید در پارلمان چطور جور می آمدن. تو میمانی داشتن، این دختر با او داد دوز خوار از او را عروسی که دمی چی دولت انداخته بود، از یک سر که از الف تا یا یازنه یکی دیگه خود بودن که من چی یازنگری پیش از شروع شده یا بعد از دماغف میگه خوار خدا بر از اون میداد که خوار مرا بگید. کلشان یازنه یکی دیگه شده بود. چرا جور میان؟ گرگایشان یکی دیگه رو میشناسه. خودشان نمیشناس، اما کمی دید گرگش سلام میکنه، سلام گرگ جان، اوش میگه گرگ جان الا بیا بغل کشی میکنه. بعد جور آمده میره. میگه طول تاریخ پر است از امضای دو نفری که یکی دیگه خود نمیشناسه دوستام هستن، یکی دیگه خود میشناسه دوستام هستن، با در میز پارلمان هم یک جای میشینن، ولی قدر سربازایی که یکی دیگه خود نمیشناسه به امضای از اونها پشت میره. متاسفانه این طول تاریخ ما بوده. گرگ ها، فریدون مشیری میگه گرگ ها امراه و انسان ها غریب. گرگا میگه آشنا شده، انسان ها دور شده. متاسفانه با که باید گفت این حال عجیب؟ با کی میگه ایران ماندیم بگویم؟ اما ما و شما چی میکنیم؟ ما و شما که اینجا میگیم گرگ ها کشته و انسان ها قریب. ما و شما میگیم گرگای ما را میکشیم، نزدیک میشیم. با هر که باید گفت این حال جدید، با هر که باید گفت این حال نجیب. این حال باید ابلاغ کرده بریم که بیا در ما سمینارایی داریم، گرگ میکشیم، انسان ها نزدیک میشیم، دور بر هم جشن میگیریم آخر رمضان خدا. از فکایش دیر میشیم که وقت کم است، اشاره کردم فکایی کدام وقت دیگه میگیم. بحث قسمت سوم، چرا افراد معتاد میشه. 16 مورد به سرعت براتون میگم. از سوالا میگذاریم. نقطه اول این که چرا برخی افراد به سوی مواد میروند، این که چرا معتاد میشن، دو مسئله جداگانه است. این که بعضیا که به سوی مواد میره باز معتاد نمیشن، بعضیا مصرف میکنن اما معتاد نمیشن، اما بعضیا متاسفانه باز معتاد میشن. یعنی مصرف مواد با معتاد شدن دو گپ جداست. بعضیا مصرف میکنن اما معتاد نمیشن، اما بعضیا معتاد میشن. یک، تمایل به شروع مواد. دو، گرفتار شدن به مواد است. یکی شوق میکنه باز بعدش میشه، اما یکی متاسفانه گیر میمونه. دوم، هیچ عاملی به صورت قطعی نمیتواند منجر به اعتیاد شود. سهم مواد نسبی است. نگو از دست پدرم معتاد شدم. هر کلی چیزا نقش داره، محیط، اجتماع، شرایط، اقتصاد و نبود درس، نبود کار، ولی هیچ چیز 100% یک چیز تاثیر نداره. کل عوامل دست به دست میتونه. سوم، عوامل متعدد به کمک هم منجر به اعتیاد میشد. هیچ عامل به تنهایی کافی نیست. چهارم، با وجود شناسایی عوامل هنوز علت عمده اعتیاد نمیشناسیم. پنجم، عوامل شناخته شده در گرفتار شدن انسان چی است؟ ژنتیک. بعضیا زمینی ژنتیکی داره، پدر معتاد بوده که یک بار مصرف کنی معتاد میشی، زمینی ژنتیکیش داری. ایتان ژنتیک، تاثیرات ژنتیک باشه. دوم، نوع تکاملی، چیزی که یاد گرفتیم از دوره کودکی، مثلا در محیطی هستیم که سیگرت است، محفلای بچه رقصاندن است، این چیزاست، در اون محیط کلگی چرسی میشه، زمینیش فراهم است. متاسفانه بعضی سمتا رو ببینید، سمت حتی در کابل ما پیش ما در معاینه خانه که میگم از فلان جای نیست یا نام نمیگیرم کسی را خفه نکنم، میگه دکتر سو چی فهمیدی؟ میگم از اونجا تا بالا 100 تا چرسی پیش ما اومده. خب میفهم تو از اونجا اومدی. نه، محیط تاثیر داره، نقش خود داره. خانواده تاثیر داره. در بعضی خانواده متاسفانه پدر وقتی مصرف میکنه اولاد هم امور یاد میگیره. عوامل اجتماعی نقش داره. در اجتماعی که جنگ نیست، جنگ است، قانون نیست، ظلم است، ستم است، کار نیست، در جفاست، مواد مخدر هم آزاد مصرف میشه، زمینی شفره میشه. ششم، سهم عوامل ناشناخته در گرفتار شدن اعتیاد از تمام شناخته شده ها هنوز بیشتر است. یعنی یک چیزایی که میفهمیم در اعتیاد کم است، ناشناخته‌اش زیاد است، ولی هنوز هم افغان حاضر نیست بیایم کمش هم یاد بگیره. بنابراین صحبت از مقصر هم فایده نداره که از دست از شدم، نه معتاد شدی حلش کو گم کو. هشتم، اکثر صفاتی که به عنوان علل اعتیاد نام میبریم مبنای واقعی و علمی نداره. مثلا میگیم بی‌هویت است، پوچگراست، بی‌اعتقاد است، چیزا کلش هر کدامش 1%، 2%، 5% نقش داره. هیچ کدام فریبکار و گوشه‌گیر و کم ارتباط، ولی هر کدامش میتونه یک زمینی باشه. نهم، بسیاری از این صفات ناشی از اعتیاد است، نه علتش. بعضی صفات ما از اثر اعتیاد پیدا میکنیم، سبب اعتیاد نشده، بعض از اعتیاد ما مصرف پیدا میکنیم که مواد سر ما تاثیر کرده، حالت به وجود آورده. دوم، برطرف کردن عوامل ایجاد کننده لازمی درمان موفق نیست. یک شرط است برایش ولی کامل نیست که تو هم عوامل برطرف کنی بگویی کل چیز حل شد. نه، تداوی یک کار بسیار چند وجهی است. عوامل مستعد کننده شروع مصرف. کدام چیزا سبب میشه که بعضیا شروع کنه؟ یک، نگرش مثبت در بعضیا یک دید مثبت داره، ولی این بتی فقیری است، فکر میکنه تا ثوابم داره، بتی فقیری است. فقیر خوب میبینه، نه یا بتی فقیری است، خیر دید مثبت داره، نه والا مواد مخدر تو ذهن من کار میکنه، از 4 ساعت مصرف میکنه، تمرکزم زیاد میشه، فکر میکنه دیده بودین در دوره کرونا چرس که بکشید کرونا نمیگیره، خدا بزنه تا 100 تا کرونا بگیرید خود چرس نگیرید. چرس به نظر چیز کم است، دید مثبت بر خود جور میکنه، والا چربی خونه تو از بین میبره،
الله بیادر بیاید تو دوای خوب چربی خون است که پرسان نکن. کی گفته ای تو؟ اما میبینی یک دید مثبت که داشتی مصرف میکنی، خودت خود قناعت میکنی مصرف میکنی. این یک زمینه است. در دسترس بودن مواد یک زمینه است که زیاد پیدا میشه، هر جای بری بوتی فقیری پیدا میشه، جیبش تلاشی که قدار خو خراب میکنه. باید نباشه. یعنی یک راه حل است که موادم کم شود از بازار. وجود الگوی مصرف کننده در اطراف ما، پدر ما، کاکای ما، مامای ما، معلم ما، دوست ما، یک کسی مصرف میکنه، زمینش پیدا میشه. مشاهده مصرف مواد، یادگیری مشاهده، میبینیم کلی مصرف میکنه، تو بیا ما یک دود مصرف کنیم، خراب ما میکنه. مصرف سیگرت و قیلون هم یک زمینه ساز است. تو سیگرت یک روز باز پر میشه، بینش خرابت میکنه. قیلون در سر قیلون یک تلی چرسون باز میمونی، خراب میشه. نکو سیگرت و قیلون هم کدام صفت نداره. قیلون تو وطن ما 2000 فکر میکنی چی چیز تبرکی رو مصرف میکنه، ولی قیلون یک دود قیلون نداریم. بزن خدا خراب کنه که بچه قیلون هم اینقدر خطرناک است، پرسان نکو. اگه یک جای شیندم که یک قطی سیگرت بزنی یک طرف، یک دود قیلون یک طرف، نکو. حوصله سر رفتن خودش یک بی حوصله که میمونه. بعضیا کار نداره، سیمینار نداره، امیول اقتداد گرفت، آمادگی میگیره که دفتر سیگرتی های خود پر کنه. چطور پشت مردم گپ میزنیم؟ است میگم دو شما نرین نه. خدا. خب گوش کنید. متاسفانه زیر فشار اجتماعی هم که قرار بگیریم، الا بگی بخو گپا مصرف کوی خراب میشه. کسایی که زیاد عادت دارن دوای خو میخورن، دوا میخورن، اینا یک زمینه دارن متاسفانه. از دیگه که زودتر مساب میشه. علاقه به مصرف خودسر دوا، بعضیا خودش میره دواخانه دوا میگیره، اونم تو باز مواد مخدر هم میگیره. نکنین لطفا. 12 برخی مثال های زیر نشانی مستعد کننده است. اینی چیزا را کسی را میبینی بفهم پیش بینی اگه میخوای بکنی اینه که کی معتاد میشه کی نمیشه. بعضی چیزای پیش بینی داریم. یک مصرف سیگرت، هر کس که سیگرت مصرف میکنه بفهم که احتمالش هست. یعنی تو کل سیگرتیا نه. خب مقصد یک گروه است سیگرت نمیکشه، یک گروه سیگرت میکشه. اگه از ما پرسان کنی کدامش احتمال اعتیاد به مواد دیگه است، امو سیگرتیا. یعنی خود مصرف سیگرت هم یک راه هست. بعضیا را پرسان کنی اینا شما خودتان سیگرتیا را پرسان کنید، ته معتادا را بگو از سیگرت شروع کرده بود یا نه؟ اکثرش از سیگرت شروع کرد. دو آثار خودزنی بر روی بدن، کسی که دستایش از خط داره بفهم که وضعیتش خراب است، امکان احتمالش میره که چی شوه؟ معتاد شوه. نکنین لطفاً. این جسم امانت خدایی، سیفش نکردی را میبرین. بعضی هم اینجایش هم خط کرده. سابقه تصادف یا جریمه، کسایی که زیاد تکر موتر کرده، زیاد جریمه شده، بفهمین که اونام احتمالش هست، چون اینا تیپای شخصیتی را نشان میده که میتونن معتاد شوند. توسل به دوای آرام بخش، دوای خو، امکان معتاد شدنش زیاد است. رفیق بازی افراطی، او کسایی که خوب دوای تا زیاد رفیق باز از زیاد معتاد میشه. اونایی که کم رفیق باز است کم معتاد میشه، چون یک علت زیاد اعتیاد ما رفیقای ما میباشه. خدا تو رفیقا رو انصاف بده. و افت تحصیلی، کسایی که ناکام میمانن، نمرش خراب میشه، احتمالش هست. کسایی که یعنی تو پرسان کنی از ما بگین لایقایشون زیاد معتاد میشه، تنبلا. اول کسایی که مکتب نمیخونه معتاد میشه، باز در بین مکتب خونه تنبلا معتاد میشه. اول نمره بچه معتاد نمیشه، اول نمره غرق درس است، عشق از کتابش است، اعتیادش کتابش است، کتابی که زد دعوت خوان نشست تا صبح. 13 عوامل گرفتار شدن در مصرف مواد مخدر. یک مشکلات تنظیم هیجان است. هیجان خود که تنظیم نتونیم میتونه گرفتار ما کنه. بنان این رو باید یاد بگیریم. بیماری های اضطراب و افسردگی میتونه. خوشبختانه بر اردوش ما سمینار داریم، گوش کنین، خود از شر امراض نجات بدین. خدا یک چند وقت زنده داشته باشه که این بحثا رو خلاص کنم، ولی در بین شما کسی باشه اگه ما مردم واسه ادامه بدین که سمینارا باشه، اگه حداقل یک کسی میخواد جور باشه برش یک آدرس. کتاب انسان در جستجوی معنا رو تشریح میکنیم. در کتاب است دکتر فرانکل نوشته کرده، ویکتور امیل فرانکل. گوش کنین اون را، بسیار خوب کتاب است. باز خلاصش کدام وقت سمینار میگیریم شرایط آرام شد. استرس بالا در زندگی، وقتی استرس داشته باشی، بر استرس هنوز سمینار نداریم، سمینار میگیریم. استرس هم بعضیا به خاطر خاموش ساختن استرس خود مواد مخدر مصرف میکنن. محیط خالی از پاداش، که برات کار میکنی پاداش نمیتن. این مواری کرد چی کار ما آخی آینده ما معتاد است. هر چی کار میکنه هیچ کس نمیگه آفرین جمشید ما هم کردستم میگه ما کمک میکنم. ما میفهم آخرش من خود سمینار رو میگن دو چی در فیسبوک میمونیم نمیگه آخر تو دیوانه میشی. آخر دیوانه نمیشم، خودم که میبینم آخر معتاد میشه. هیچ کس بر پاداش نمیده. آخر بالاخره میگه بیا دیگه غما رو گم کنیم، یک چارج بزنیم کس قدر بر نمون. نبود حمایت‌های خانوادگی. وقتی در خانواده جنگ و جنجال از دوست ندارید برگم شو برای از خانه اتگاپام. بعضی‌ها امروز که از خانه کشیده و لودر رفته یک دو چارت زده میگه برو خب پدر من از خانه کشیده خیلی
14 اتصال های صحیح عاطفی در جلوگیری از اعتیاد موثر است. این دوستای خوب پیدا کنی، حمایت پیدا کنی، از جلوگیری میکنه. جن های مخصوص اعتیاد وجود ندارد. ژنتیک در قابل عوامل بالا گذاشته شده غیر مستقیم عمل میکنه. کدام جن مشخص هم نیست که بگی. 16 نظریه دروازه هاست. نظریه دروازه چی میگه؟ میگه یک مواد دروازه دیگه مواد واس کرده میره. سیگرت کشیدی امکان چرس است، چرس کشیدی امکان تابلت است، تابلت کشیدی امکان الکل است. خلاص میشه. به خدا وقتم نیست امیر گوش کنم. رفتن با بچه خواستگاری. گفت بچه خود چیزی مصرف نمیکنه. گفت یک وقت تیل میخوره. گفت تیل میخوره؟ گفت تو والا شراب خوره دانشجویی بوده با تیل میخوره. شراب میخوره. گفت والا چرس که نه شراب میخوره. چرس میکشه. گفت قمار که ببازد چرس. قمار میزنه. خب پیسې دزدیده دیگه چی کنه؟ از یک کیل خوردن مرده که در و در بود. متوجه شدین؟ بنان این دروازه هاست. نظری دروازه است. یک شک شروع کردی خدا تبایت میکنه. نکو بچه یکشون توقف بده. این بخشم خلاص شد. نه خدا چطور سرحال هستی و خدا خوش آید. یک شعر دیگه فریدون مشیری است. زبان بی زبانان. گوش کنید. یعنی اگه معتاد نبودی زبان بی زبانان رو میفهمید. هرچند معتادین هم یگام دو وقت میزنه این دیوال کتشان گپ میزنه. خدا میگه بچه چرس میزنه. چی میگه؟ نه چرس میگه آدم دوا میبره. میگه بچه خر تو دوا چی میکردی؟ نه میگه چرا چور میزنی؟ میگه نمیزنم پدر. میگه چی گفت شو دعوا دیدن تا در خارج چقدر مصرف میکنن که برن در مریخ. میگه کابل بیا 50 نفر چرسک شیرک مزار دیگه این مریخ هم مونده که در مشتری میری. اما گوش کن زبان بی زبانان درک کن. غنچه با لبخند میگوید تماشایم کنید. غنچه میگه تماشایم کنید. معتاد نشد سینما سایکو. زبانش تو نمیشنوید که درختک که شور میخورد او تو صدا میکنه. میگه سایکو مرا چه غنچه مقبولی هستم. گل بتابد چهره ام چون چلچراغ یک نظر در روی زیبایم کنید. گل چی میکنه؟ این دوست ما یک گل بر ما آورده بود. چی شد؟ گل آورده بود. این گلک چی میگه؟ این گل چرا شگفته باز شده؟ میگه تماشا در روی زیبایم کنید. من چرا میایم امروز؟ مرام کم کم سرم در گوشنگی تاثیر کرده، ولی من چرا خوش میشم گلای چهره شما را میبینم. چهره شما میگه جمشید سمینار میگه ما را ببین. ما میبینم. غنچه با لبخند میگوید تماشایم کنید. گل بتابد چهره ام چون چلچراغ یک نظر در روی زیبایم کنید. سرو ناز سرخوش و تناز میبالد بخیش گوشه چشمی به بالایم کنید. سرو میگه که فقط خصای کسونم قد مقبولم. باد نجوا میکند در گوش برگ سر در آغوش گلی دارم. کنار چتر بیت راه دوری نیست پیدایم کنید. میگه قدمک بیاین تا پغمان بیا تا شمالی بیا یک دفعه بی مرا. همین دور نیستم. بیا مواد مخدر نبال کجاست مواد مخدر؟ بگم همین گلکا کجاست؟ هستم همینجا. میگه بیا. آب گوید زاریم را بشنوید گوش بر آوای غمهایم کنید. شرشر آب آدم از زنده میکنه. من خوشم میاد صدای اوجوی مزه میتاد. صدای سال دریای سالن خو مستم میکنه. پشت پرده باغ ما در حراس باز پاییز است. پاییز ما و شما نیست. پاییز خزان یا نه. امروز پاییز آمده. در حراس باز پاییز است و در راهند دژغیم و داس سنگ باغ از داس میترسه. میگه داس میگه گلکای ما پیش از اینکه بیچینه بیاین ببینین. میگه سنگ ها هم حرف های میزنن گوش کن. خاموش ها گویاترن. همونایی که چوب زیاد گپ دارن برشان فرصت ندادیم گپ بزنن. حتی معتادین بیچاره زیادشان معتاد شده که از گپشان نشنیده. درد دلشان مانده. از در و دیوار میبارد سخن تا کجا دریابد آن را جان من. در خاموشی های من فریاد هاست آن که دریابد چه میگویم کجاست. کی است که می گپ مرا گوش کنه که من چی میگم؟ آشنایی با زبان بی زبانان چما دشوار نیست. چشم و گوشی است مردم را دریغ. گوش ها هوشیار نه چشم ها بیدار نیست. گوش بیدار نداری، چشم بیدار نداری، اگر کلی چیز سخن میگه برد. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. از فکایی ها گذشتیم. بخش چهارم جلوگیری از وسوسه ها.
وسوسه چی است؟ اول وسوسه میل شدید است بر مصرف مواد. در ذهنت میگه که یک ذره مصرف مواد کو. وسوسه ها کدام است؟ وسوسه قطع مواد است، وسوسه وابستگی است، وسوسه ناشی از حس بد است، نارام میشی، خوشت میاد که مصرف کنی، وسوسه لذت و سرخوشی از دلت میشه که دقیقه خوش باشی. نکوی وسوسه را پیش ریشه بگی. سوم، برخی نشانه های شروع کننده کدام است؟ محل مصرف. دمو جایی که مصرف میکردی گیر بی بنان نرو، جایی که مصرف مواد میشه نرو. دوستان مصرف کننده تا ترک که میبینی نشانه تو هم شروع میکنی نکن. دوستان فروشندای مواد نرو پیششون، مصرف میکنی. وسایل مصرف مثلا قیلول میلون تا دور کو، جیبت از قطی سیگرت تا دور کو. تصاویر مواد مخدره تا نبین، نشه میاره سرت، خوشت میاد. پول پیش نگردان، در جیبت که نباشه کارچی بکنی نخری، خریدن نتونی. مشاهده اطراف مصرف کننده نبی، خاک در سرشون نبینشونه. چرا؟ میزان وسوسه در مصرف سیگرت نه به سطح نیکوتین بلکه نزدیک شدن به مصرف مرتبط است. همین سیگرت هم استاستا تو را با موش هم میبره. پنجم، با وسوسه چی کار کنیم؟ در مورد وسوسه تان با دکتر گپ بزنید، با دوستایتان گپ بزنید و حالتتان بگوین، راهایش از اونا پرسان کنین، چطور بتونم کنترل کنم خشم خدا، ناامیدی خدا، استراب خدا از بین برین، جور میشین. تنفس آرام بگیرین، ریلکسیشن قبلا تشریح کردیم، دوش کنین، بدوین، امام کنین، برین زیر آب سرد، یک راه حل است. نشی مواد سر تامد برو یک سر تیلا یک دو تا آهنگک مست خوبش گوش کنین، عبادت کنین، دعا کنین، از خدا بخواین، سمینار گوش کنین، بیاین کلش حل. ششم، از نشانه ها و شروع کننده اجتناب کنین. هم چیزایی که سبب میشه اجتناب کنین. من یک ذره کوتاه از گپا میگذرم، وقت کم مونده. از روش‌های حذف امکان مصرف استفاده کنین. مثلا مواد همراه خود نداشته باشین، پول نداشته باشین، خود تنها نمانین. صحیح است؟ این چیزا کمکتان میکنه. دوستایتان بگوین مرا نمانی که مصرف مواد کنم، از خانه ایج نبرای، اینو تو کارا کن. هشتم، از آزمایش ادرار بر تشخیصش که چقدر کم شده، خودش جرأت میده اینه ولی کم شده، منفی شده، تاثیراتش کمک میکنه. نهم، علائم محرومیت را کنترل کنید. دهم، از اثر مواد با کمک دارو جلوگیری کنید. از دوا دکتر دوا بگیرین، دوای خوب است، میتونه خوابت خوب کنه، اشتیاقت خوب کنه، دردت کم کنه. امروز برین از دوا استفاده کنین. بعضی دواها نام نمیگیرم. 11، اختلالات خلقیتان جور کنین، خشمتان از بین برین، افسردگیتان تداوی کنین، خویشتنداری رو یاد بگیرین، خودشناسی رو یاد بگیرین، کمکتان میکنه. 12، حلقه جدید اطرافیات جور کنین، دوستای از سمینار بگیرین. بهترین دوستای شما در زندگیتان دوستای سمیناریتان است. از اینجا دوست تلقا کنین، از دوستای دانه کوچه خود نگاه کنین. بچین شبکه دوستایتان تغییر بدین، از دوستای جدیدتان کمک بگیرین. 13، اصطلاح توپ و بیار و زمین و بازی رو تغییر که میگه بتین، یعنی جای اعتیاد، دوستای اعتیاد، اونها رو کل ترک کنین. این کمکت میکنه. لغزش‌ها رو مدیریت کنین. بعضی وقت دلت میشه مصرف کنی، یک دفعه مصرف میکنی، اما دقیقاش بتی بگونی ما تصمیم گرفتیم. تو نشتی یک دود که بگی نه پس شروع کردم، نه، هر وقت که بتونی پیش روی بگیری خوب است. 15، مصرف ولو اندک مواد مخدر یا الکل میتونه وسوسه را زیاد بسازه. کمش مصرف نکن، پیشریت بگی یک چند روز درد داره، ایلایت میته. 16، بدانید وسوسه ها از جنس تشنگی نیستن که تو بشه مواد تشنه شده باشید، نه، عادتای بدت از خرابت میکنه. این قسمت هم خلاص کردم. چقدر به صورت قسمت گفتم، آفرین. میت نفهمیدی ولی خیر. گوش کو، حداقل باز ما و شما علاقه من بودین گپ میزنیم. ایرام گوش کو، تفنگت را زمین بگذار. تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. از دیدنش بیزار هستم. میگه تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. من ما پیش این اهریمن ابزار بنیان کن. ندارم جز زبان دل لبریز مهر تو ای با دوستی دشمن. تو میگه با دوستی دشمن شدی یا این خطرناک بنیان کنه گرفتی، حسو که دل من پر محبت تو است. زبان آتش و آهن زبان خشم و خونریزی است، زبان قهر چنگیزی است. بیا بنشین بگو بشنو سخن شاید. بیا بنشین بگو بشنو سخن شاید. فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید. تو تفنگ تبان بیا بیش یک دقیقه گپ میزنیم، شاید انسانیت در قلبت راه پیدا کنه. تی تفنگ در دست است، انسانیت پیش تو نمیه. برادر گر که میخوانی مرا بنشین برادروار. مرا که میگه برادر میخوانی بیش مثل برادر. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار تا از جسم تو این دیو انسان کش برون آید. تو از آیین انسانی چی میدانی؟ اگر جان را خدا داده است چرا باید تو بستانی؟ اگه جان خدا داده تو چرا میگیری؟ چرا باید که با یک لحظه غفلت این برادر را به خاک و خون بغلطانی؟
گرفتم در همه احوال حق گویی و حق جویی و حق با توست. قبول میکنم، میگه که تو حق گوی هم هستی، حقم با توست، تو سراپا مطلق حق هستی. ولی حق را برادر جان به زور این زبان نافهم آتشبار نباید جست. کتی تفنگ حق نمیشه، تو صحیح تو حق هستی، ولی از رای تفنگ حق به دست نمیه. اگر این بار شد وجدان خواب آلودت، بیدار تفنگت را زمین بگذار. پنجم آزمایش اعتیاد است. 14 مورد به سرعت میگیم. خب آزمایش اعتیاد در چند چیز صورت میگیره. یکی در ادرار صورت میگیره که روشی که در دواخانه است چند فایده داره. زود صورت میگیره، ارزان صورت میگیره، ولی یک مشکل داره، دقتش یک ذره کم است، 80 تا 95% است. اما چی وقت تشخیص میکنن؟ من از بعضی چیزا میگذرم. در بعضی وقت مثلا بعضی ها عادت داره خواستگار میره، خوب با مسی کار کنین، پشتان خواستگار اگه آمد، پشتان خواستگار اگه آمد، پشتان خواستگار اگه آمد تا ماینه ادرار خدا نامورده که مصرف مواد مخدر نمیکنه، قبول نکنید. باید چک شد. کس خواستگار آمد پدر خودتون نگه نیفتین، در خانه باید رواج باشه که کسی که آمده لابراتوار ببرید بگیرید چک معتاد است یا نیست. خدا بنان در کار بعضی ها وظیفه که میگیرید تست اعتیاد میتن، نه رواج است که معتاد نباشی، کاربار خراب میکنی. بنان به هر صورت خب در چرایی در قانونی استفاده میکنن. بعضی وقت یک کسی را مثلا در شفاخانه زیاد روان میکنه، میگیره چک که مواد مخدر مصرف کرده یا نکرده، خانه مخدر کرده. اگه بازی ثابت شود که مواد مصرف کرده، جرمش زیاد است. خب در شغل استفاده میکنن که مواد مخدر مصرف نکنه. در جریان ولی یاد ما باشه، من کوتاه میسازم میگه ببخشید وقت زیاد گرفت دیگه. یاد ما باشه غیر خود مریض حق نداره کسی دیگه تست ببینه، حق خودش از ببینه، الا که ضرورت باشه، کدام مرجع معرفی کرده باشه یا خود مشوری مریض باشه. در غیر از او محرم است که رسوایی جور نکنین یک کسی را. اگه شما من از لابراتوار تست کردین ولی کل لاسپیکر نگیرین تبلیغ کردین. جنبه های درمانی شام است. در درمان هم استفاده میکنن، من ازش میگذرم. آزمایش مثبت به معنای شکست درمان نیست، پس دوباره میتونیم کمک کنیم. خب یکی بخی گپ کوتاه میسیم. یکی در ادرار تشخیص میشه، دو در خون تشخیص میشه، دقتش کمتر است، زیاد استفاده نمیکنن. و سومین گپی است که در موی بسیار دقت میشه. اینی گپ هم یادتان باشه، گوش کنین. تریاک و مورفین 8 ساعت در خون اگر مصرف کرده بشه 8 ساعت بعدم در خون نشان میده، 3 روز در ادرار نشان میده، 90 روز بعدم در موی نشان میده. این تست قوی ترین تست است. ایروین 12 ساعت در خون تشخیص شده میتونه، 4 روز در ادرار و 90 روز پس در موی هم میتونه تشخیص شود. و شیشه 24 تا 72 ساعت در خون، 3 تا 6 روز در ادرار و 90 روز در موی قابل تشخیص است. اما تو میتونم کوکائین هم پرسان میکنین. یکمی چرس هم براتون بگویم که کجاست چرس. چرس گوش کنین کی زیاد است. یکم چرسی ها میاد فامیلش گفته چک میکنیم، میگم یک دکتر صاحب تا چی وقت این معلوم میشه. 14 روز در خون میتونه باقی بانه چرس. کسی که مصرف کرد 14 روز بعدم خونش تستش نشان میده مثبت، 30 روز در ادرارش میتونه مثبت نشان بده. و چرس در چربی حل میشه، بسیار وقت در بدن میونه، 90 روز میتونه در موی تشخیص شود. اما دیگه گپاش دیگه ما میگذاریم. خلاصتا این کار شما نیست دیگه. خب در یادم نره، در ادرار مای نمیشه، در خون مای نمیشه، در موی مای نمیشه، در بزاق دهن هم مای نمیشه. بعضی مواد در تنفس هم مای نمیشه. مثلا الکل مصرف کرده باشه میگه تنفس، که از تنفسشون میتونن که بفهمن. روش‌های دیگه هم هست که کروماتوگرافی و ایناست، ولی قیمت است دیگه. در افغانستان اینایش نیست، از این میگذاریم. لازمشون این بخش بیخی دیگه خوب خلاص کرده. بعد گوش کن ای شیر فریدون بشیری را گوش کن. من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم. من اینجا تا نفس باقی است میمانم. من از اینجا چه میخواهم نمیدانم. امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست. من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم. من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمی افشانم. من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه چون خورشید سرود فتح میخوانم و میدانم تو روزی باز خواهی گشت. ما در این خاک میمانیم، تلاش میکنیم، زمینه را فراهم میکنیم که هموطن مهاجرمون یک روز پس بخیر بیاید برگرده. ششمین آخرین، اما تو بسرعت مثل پیشتر میگم، دستبندی مواد مخدر است. شما میفهمید امروزه برای مواد مخدر در اعتیاد قماربازی هم شامل است.
اعتیاد پرخوری هم شامل است، اعتیاد دوزی، میرن یک چیز دوزی میکنه هیچ کارش نمیشه، اوسو مندازه خود دوزی میکنه لذت میبره. اعتیاد سکس است، اعتیاد مواد انمی الکترونیک است، گیم و اینی چیزا معتاد میکنه، این چیزا هم هست. اما به هر صورت اینجا چند تا را گفتم، مواد افیونی است، شیشه است، مواد آرامبخش یا سداتیف است، توهمزاهاست، کوکائین است، ریتالین است، میتامفیتامین، امفیتامین و اینی چیزاست که از کلش دیگه میگذریم. خلاصه اضرار بسیار زیاد در اینجا اضرارش گفتیم که دهن خراب میکنه، دندان، مغز، جگر، سیستم جنسی را یادتان باشه. بعضیا همین مواد نشاور به خاطر تحریک جنسی میخورن، ولی در اوایل سیس تحریکشان میکنه، ولی پسان با سیستم جنسیشان مطلق صفر میکنه. مواد مخدر راه حل هیچ چیز نیست، هیچ. یادتان باشه هر کس براتون هر چی گفته دروغ گفته، فریبت میته، نمیفهمه. تو از دان یک کسی که نمیفهمیده شنیدی، او خرابت میکنه. دوست نازنینه، اثرات بعضی قطع میکنن: خستگی شدید، افسردگی، پرخوابی یا بیخوابی، بی‌حوصلگی، بی‌تفاوتی، گوشه‌گیری، بی‌اشتیایی، این چیزا پیدا میشه، بی‌انگیزگی. اینا رو ما میتونیم امروزه کت دوا اصلاح بسازیم. بنان خوب است کمک بگیریم. عوارض مصرفش چی است؟ عصبانیت، پرخاشگری، افسردگی، خودکشی. بعضیا مصرف مواد میکنه خود از بلند منزل پایین مندازه، ذهنش کار نمیکنه، وزن از دست میدیم، گوشه‌گیر میشیم، انزوا طلب میشیم، شکاک میشیم، جنون پیدا میکنیم، حافظه خود مطلق خراب میشه، یادگیری خراب میشه، رفتارهای وسواسگونه پیش ما پیدا میشه، ناتوانی جنسی، تمایل جنسی نامتعارف یعنی انحرافات جنسی پیدا میشه، افزایش فشار خون، بزرگی قلب، خونریزی مغزی، سکته قلبی، خراب شدن گرده، عفونت ها. خلاصه چی نیست؟ تباه کننده است دیگه، تباه کننده. هیچ چیز بر انسان نمیمونه مواد مخدر. اما دیگه خلاصه خدا نگاه ما کنه پر است از این کل از اضرار هر کدام از ایناست. ازش میگذریم، کدام وقت با فرصت گپ میزنیم، وقت زیاد گرفت، من چی تلاش کردم که ولی حداقل خوب شد یک مقدار موضوع را ما و شما فهمیدیم. دوستای نازنینم، خدا از شر مواد مخدر نگاه ما کنه و کسایی هم که شروع کرده خدا توفیقشان بده، توقف بتن، کمک بگیریم از دکتر، از دوست، از رفیق و امی اطلاعات برسونیم. متاسفانه نیم سمینار دیگه از پیش مامان میبینید چقدر زیاد بوده، هیچ خلاص نمیشه، چقدر زیاد. ببین تا صبح مشته بودم سلای جور کرده بودم. اما گوش کنید دوستای نازنین، من یک شیر فریدی رو شیر زیاد دوست دارم، نمیشه دیگه شیرای شبو میره نگویم، هرچند با زیاد با امی سمینار ما ارتباط نداشت، اما پیش خود گفتم میره تقدیم میکنیم با اون کسایی که مهاجر شدن، پشاندق شدیم، با اونایی که اعتیاد معتاد شده رفته از بین ما پشاندق شدیم، اونایی که میخواد که اعتیاد از ما دور شه بگوییم بر رفتگای ما بر کلشان. ولی شیر ما دوست دارم، میرم تو میخوانیم، گوش کنین. شیر کوچه است نامش. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدن خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. پشتش شده که رفته، مهاجر شده، معتاد شده، نیست در بین ما. در نهان خانه جانم گل یادی تو درخشید، باغ صد خاطره خندید، عطر صد خاطره پیچید. صدها خاطره داشتم که تو هم یک روز نباشی دق میشه پشتت. یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاحت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ما فرو ریخته در آب. مهتاب در آب ریخته، یعنی عکس مهتاب در آب میدیدین. شاخه ها دست برآورده به مهتاب، شاخه به مهتاب دست آورده. چی رقم؟ یعنی مهتاب در آب افتیده، شاخه هم در سر از مهتاب عکس افتیده، یعنی دست شاخه به مهتاب رسیده. شب و صحرا و گل و سنگ، همه دل داده با آواز شباهنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه چند بر این آب نظر کن. آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاه نگران است. باش فردا که دلت با دگران است، تا فراموش کنی چند از این شهر سفر کن. گفت سفر کن، مرا فراموش میکنی. صبح دیگه صبح کدگاه سرت گرم الهی ما میتی کت مواد کت سیگرت الهی میتی، چرس شروع میکنی، چرس الهی میتی، تابلت کار شروع میکنی. اما با گفتم نه این کارا رو نمیکنم. قطعا محبت انسانیت، شرافت تو را به صدها مواد مخدر برابر نمیکنم. گفت با تو گفتم از عشق ندانم،
سفر از پیش تو هرگز نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پر زد، چون کبوتر لب بامی تو نشستم. تو به من سنگ زدی من نرمیدم نگذستم، که سنگم زدی من نرفتم. گفتم نه. میگی نمیم در سیمینار. میگم خیرم از سیمینار میتم. میگی دیوانه هستی. میگم خیر از سیمینار میتم. میگی گوش نمیکنم. میگم خیرم اول ویدیو ثبت میکنم. هر چی کنی من بازم سیمینار ثبت میکنم. باز گفتم که تو سیادی و من آهوی دشتم، تا به دامی تو در افتم همه جا گشتم و گشتم. من از اون شکارکای نیستم پچم. نه من میپالیدم دام تو کجاست که خودم خدا در دام تو بندازم. من خودم انداختم خدا در این دام تو. فهمیدی؟ و زور سیمینارها را و زور میگیرم خودم. ازر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. بیا خارج بگو تو این نازنینا رو کجا اعلامت؟ ما از اینا هستیم همینجا. سیمینارها رو میگیره. اشکی از شاخ فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. اشک در چشمی تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. که چی عشق سبکی داشتی تو؟ چه تو میگی جدا شوی؟ نه ما و شما هستیم. سیمینارها از بزرگ سرتان گوش میکنه. هرچی محمود اشاره میکنه وقت پر از بگوده. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم. پای در دامن اندوه کشیدم، نگذستم نرمیدم. رفت در ظلمت غمان شب و شبهای دیگر هم نگرفتی. دیگر از عاشق آزرده خبر هم. این دیگایی که در سیمینار در چند دفعه آمده هیچ از موابال نگرده. ناجوانا کجاستیم؟ نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. از کوچه سیمینار بدت شده. یا خیره. بی تو اما به چه حاله؟ بی تو اما به چه حاله؟ من از آن کوچه گذشتم. نمیفهمیدی؟ به افتخار فریدون مشیری عکس مقبرهشان براتون آورده. در سر قبر خودش نشته کرد. البته ایره خودش نشته کرد. خودشونی گفتنش نکنی. نفهمیدی گپ من. نفهمیدی. و خاطری که اون روز دیدم رحیم مهری یک شعر گفته بود که در سر قبرم نشته کنین. هدف بود خودش نشته کرده. میشه خودشون نشته کرده. این سنگ وا خریده باشه نشته کرده باشه که این سنگ سرمون. چرا کم از این امکان نداره. امکان نداره مردد نیست خدا بکشه نشته کنه. میکنه. حافظ هم میگفتن شنیده بودن لسان الغیب است. باز 6 تا دخترای شوخ هم رفتن. چی رقم لسان الغیب است؟ رفتن 6 طرف شیشتن یک مصرع شعر گفتن. گفتی باش چی رقم لسان؟ شهر است پر کرشمه و خوبان ز 6 جهت. این مصرع رو دخترها گفت. از قبر حافظ صدا میگه برآمد دستم توهیست و هر نخریدار هر شش. ویتون آدمای بزرگ. اما تو بیایید کسای کنید. اول فریدون مشیری از سال 1305 بزرگوار به دنیا آمده. 1379 وفات کرده. حدود 74 سال زندگی کرده. چی نشته دیگه؟ سفر تن را تا خاک تماشا کردی، سفر جان را از خاک به افلاک ببین. تن ما سفرش تا خاک است، تا قبر، اما جان به افلاک میره، به عرش میره. گرمه را میجویی، سبزه ها را دریاب، با درختان بنشین. چی توصیه کرده؟ میگه پشت ما دق میشی مردو زری، برو پیش درخت کده، درخت راز نیاز که با سبزه. دوستان داریم، خداوند خیرتان بتن، زنده و سلامت باشین. یک ختمانام از تاز عباس میخوایم که ختم ما یک دعا کنیم. باز دیگه کسایی که کمک میکرد بر فقرا کمک تا نکنیم. 20 40 50 افغانی هر چی که تانستین. ما باز شما برین طرف خانه تان بخیر افطاری رکت خانه امروز هم تو با شوق بکنین. سمینار اعتیاد باز ما بر شما هر وقت حوصله داشتین خوب زیاد هر مواد مخدر جدا جدا با اسرارش براتون تشریح میکنم. هر نوع اعتیاده ما باز تیم ما میره برای کمک. دیگه زنده و سلامت باشین. خانه آباد یک دفعه دیگه هم از همین مؤسسه انکشاف فامیلای افغان از دکتر عباس طبیخ، سوسن طبیخ، ساره طبیخ و نفیسه رضایی تشکری میکنیم. یک 30,000 افغانی را برای همین چی کمک کردن ما میرسانیم، تسلیم میکنیم. یک جان سپاس. خانه آباد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم اللهم نذر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وأنيسا وفي القيامة شافعا ومشفعا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمور المسلمين والحاضرين بالخير وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين